نماز، حکم مثلا روزه و حج و دیگر مسائل های انفاق و غیره ها، یا که مسائل های حرام و حلال که به آنها رسیدگی نباشد. ولی کسی که در درون مسلمان ها زندگی میکند و قدرت و توانایی دارد که برود بپرسد که چی حرام است چی حلال است، و قدرت دارد که برود چیکار بکند، مثلا توانایی دارد که از شخصان از گرد و اطراف و از اینترنت ها از هر جا جستجو و پیدا بکند، ولی همین چیز انجام نمیدهد. امام احمد حنبل گفتند در همین مسائل ها نیز انسان جهلش عذر شده نمیتواند. کجا برود به مسائلی که از اساس دین، از مسائل شرک است و کفر است، و از مسائل که توحید است که ضد شرک است. سبحان الله. برای برادر عزیز، هر یک جاهل، هر کسی که یک سخن میزنه، هر کسی که یک چیزی میگه، در میزان قرآن و سنت باید سخن وی برکشیده شود. همین میزانی که برای ما تعیین شدگی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من بعد سر خودم دو چیز برای شما میگذارم میرم. هر کسی که به همین دو چیز چنگ زد هرگز گمراه نمیشود. هرگز این یقینی است. این بدون واریانت، بدون این که با یک راه و روش وجود داشته باشد نه، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که هرگز گمراه نمیشود. پس از این برمیاد که قرآن و سنت اینها راه و روش هستند که در برابر اینها هیچ یک دیگر راه و روش قیاس کرده نمی شود، یا که گفته نمی شود که در برابر راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر راه و روش وجود دارد که به الله سبحانه و تعالی تر نزدیک بکند. که ایرا ما در درس های چی ده گانه قواعد ده که پیش از آموختن چی عقیده ایرا گذشتگی بودیم. این چیزها را بیاموزین. هر کسی همین 10 قاعده را، من بار دیگر تکرار میکنم، من همین 10 قاعده ای که هست چندین بارها تکرار میکنم برای برادرها که یک درس وجود دارد که 10 قاعده، شرح 10 قاعده پیش از آموزش عقیده. هر کسی همینه به طریقه درستش بیاموزد، گوش بکند، با دقت باشد، از تمام باقی مسائل ها با خبر می شود. والله برای وی آسان می شود، تمام باقی مسائل ها را فهمیدنش، درک کردنش آسان می شود، آسان. و یا همه 10 قاعده، اینا قاعده های بزرگ شرعی هستند که علماها برای ما گذاشتن رفتن که تا که ما استفاده بریم. بسیاری از قاعده هایی که هستند علماها برای ما گذاشتگی هستند، به مثل همین نواقض الاسلام این قاعده هست، یک قاعده شرعی بزرگی هست که علماها برای ما چیکار کردن؟ گذاشتند و رفتن. اصول ثلاثه، یا این که دیگر از قواعد ها، قواعد الاربعه، قاعده چهارگانه، همه این 10 گانه قاعده 10 گانه رو بیاموزید، گوش بیاندازید. شیخ حفظه الله ابو محمد درس کرده هستند، زیاده از 6 یا 7 حلقه است. بسیار مفید است، بسیار مفید است. و این 10 قاعده باز تکرار میکنیم که فهم شما و احتیاط بودن شما و سراسیمه و شتاب نکردن شما در اکثر مسائل های اعتقادی فایده آور است و چیکار میکند و شما را، یعنی که آسان میکند فهمیش مسائل ها. بسیارتر این در مسائل چی است؟ اسما و صفات است که ما میدونیم که اکثر مردمی که مثلا گمراه شدگان از کسانی از اشاعره و ماتوریدیه، اینها بسیارتر بالای ما در یعنی که با ما در همین مسائل چی اسما و صفات بسیار در میگیرند. و این قاعده را کسی که اگر از خود کرد آموخت فهمید، برای او آسان می شود و در شبهه گرفتار نمی شود و او با یک طریقه آزاد و خوب و آسان میتواند که، یعنی که همون مقابل خودش رد بکند، انکار بکند. این قاعده های بزرگی هستند که با یک قاعده شما میتونین یک جماعت اصلاح بکنین، با یک قاعده شما میتونین که
کل اکثر مردم چکار بکنین؟ اصلاح بکنین. این قاعده های بزرگ است. از همین لحاظ بی‌طرفی نکنین، خوب بیاندیشین و در دین الله قسم به الله هر برادری که وقتی که صحبت میکند، دیروز شب ما تا ساعت 2 شب صحبت کردیم. یک بار صحبت های همین برادران را، یکی از او امیر و دیگری انصاری و دیگری ابو هریره و دیگری مثلا کی بود، محمد با اسم عربی، صحبت کردند. دلیل آوری اونها و حجت بیاری اونها، استدلال اونها و فهم اونها. الله اکبر. هر یک برادر باید همین گونه باشد. هر یک برادر باید که در طلب علم سعی و کوشش بکنند. سعی و کوشش و تلاش ما برای آموختن و طلب علم یعنی که به قدر استطاعت بسیار ضروری و حتمی است. ما در یک زمانی قرار داریم که برای ما علم ضرور است و حتمی است که ما باید داشته باشیم و بدون علم ما چیکار کردن نمیتونیم؟ سخنها و مثلا اما هدفهای خودمانه، یعنی که به هدفها ما رسیدن نمیتونیم. علم این چی است؟ این نور است. علم این عزت است. والله هر کسی که علم دارد نزد الله و نزد مردم عزت دارد، که این عزت از جانب الله سبحانه و تعالی در قلب‌های مردم جایگیر می شود. این همین بود یک مختصرا یک نصیحت و یک پند و یک اندرزی از جانب یک برادر شما. الله سبحانه و تعالی هر یک شما را حفظ بکند و برادران افغانی که و برادران ایرانی و برادران فرزبانی که در این فتنه ها صبر و تحمل پیشه کردند و شتاب نکردند و بسیار مثلا یعنی که با عدالتانه رفتار کردند، الله سبحانه و تعالی باز هم اینها را قوی بگرداند و الله سبحانه و تعالی حق را برای ما و برای همه فارسی زبان ها و هر کسی که ما را میشنوند و زبان ما را میفهمند، الله حق را برای ما و برای همه آنها آشکار بگرداند. آمین. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ابو عبد الرحمن تفضل يا اخي الكريم. بفرمایید اخی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی من در اتوبوسم صحبت کردن نمیتونم. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا اخی. جزاک الله خیرا. اگر یگان برادر دیگری وجود داشته باشند، یگان کسی که از برادران ما، هر کسی نباشد از برادران، السلام بفرمایید. علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر خوبین تنجن انشالله. جزاک الله خیرا اخی. جزاک الله خیر. الله همتون حفظ کنن. بله حق گفتیم برادر. همین انشالله ما اول الله را شکر میگم، بعد شما در همین سبب انشالله الله اجرش الله شما را تا جنت الفردوس همه ما در اونجا نصیب کنه. باور که برادر شما را گوش میکنم الحمدلله میگم که الله را شکر که هم خیلی برادرها هستن دعوت از برای الله میکنن. همتون از برای الله دوست میدارم. ده اخی الله حفظ کنه همتون. آمین آمین. جزاک الله خیرا اخی. الله سبحانه و تعالی هر یک شما را الله سبحانه و تعالی دوست بدارد، به خاطری که موالات، هر کسی که موالات با یکدیگرش داره الله سبحانه و تعالی او را دوست می‌دارد. و دین ما این چی است؟ همین اسناد و همین سرچشمه و منشأ دین ما چی است؟ همین اه، موالات است. یعنی که بدبینی و دشمنی، یعنی که دوست داشتن و دشمنی کردن، یعنی که بدبینی و چی دوست داشتن به خاطر الله سبحانه و تعالی، و همچنین بدبینی و بد دیدن به خاطر الله سبحانه و تعالی. این یکی از منشأ و اساس دین ما هسته که دین ما در بالای همین چیز چی است؟ یعنی که در بالای همین چیز تأسیس می‌یابد که این چی است؟ الولاء والبراء.
که این دین ابراهیم است، این از ملت ابراهیم است. و چگونه که شما میدونین دلیل این گفته های ما چی است؟ سوره ممتحنه آیت 4. برای همین هر یک موحد با یک دیگرش، اگرچه محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله چی میگد، من سخن اونا با پرگی در یادم نیست، ولی هم یک سخنای عجیبی دقیقش با یادم دارم که فالله والله میگن، قسم به الله میگن یا اخوانی، ای برادران میگن تمسک بیورزین، یعنی که چنگ بزنین به توحید، بلا اله الا الله، و هرگز چی نشوین، جدا نشوین و دوست بدارین کیره و موالات داشته باشین. میگه با کسی که از برادران شما هستن، یعنی که تمسک به توحید یعنی که زدگی هستن، چنگ زدگی هستن، به تمسک زدگی هستن به توحید. میگه اونها را دوست بدارین اگرچه اونها در نزد شما باشند و یا اینکه بعید دور باشند، اگرچه آنها از ما کیلومترها دور هستند، چندین مسافه های دور هستند، ولی اونها تمسک ورزیدگی هستند در افریقا و در دیگر جاها. والله اونها برادران ما هستند، والله موالات ما از همین جا برای اونها، یعنی که عقدی که ما بین الله و بین خودمان بستگی هستیم، همین عقد رفته به آنها میرسد، میچسبد. همین است موالات. و فرقی ندارد وای خیتایی است، وای یپانی است، وای هر ملتی که نباشد، ملت و ابراهیم این یک چیز است، این واحد است. چی ما را واحد میکنه؟ چی ما را یک جا میکنه؟ چی ما را مثلا جدا میکنه؟ ما را یک جا میکنه توحید، ما را جدا میکند کفر و شرک. هر کسی که کفر و شرک کرد وای از ما جدا شد، هر کسی که به توحید چنگ زد وای با ما شد. این همین ما را جدا میکنند و ما تفریق انداز هستیم. کسی که ما را میگه شما تفریق انداز هستی، بله ما تفریق انداز هستیم. قسم به الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن بین فرزند و بین پدر و مادر و بین اکا و دادر جدایی انداختن. در اساس چی؟ در اساس توحید. در اساس چی؟ در اساس اعتقاد. هر کسی که در اساس اعتقاد با ما جدایی میکنند، از ما جدایی میکنند در اساس توحید و زیدش که شرک از با ما جدایی میکنند، مرحبا مرحبا، بگذار بگذار، ما نیز در همین اساس جدایی میکنیم. هر کسی که شرکت مشرک است از ما جدا شد، از ملت ابراهیم بیرون شد، خارج شد. همین گونه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن عدالت توحید و ظلمات شرک را چکار کردن؟ در زمین جاری کردن. همین گونه ما را هم چکار میکنیم؟ جاری میکنیم. هر کسی ما را تفریق انداز میگه، ما از جمله تفریق انداز هستیم. ما از جمله همون تفریق اندازی هستیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه این چیز جاری کردن، در مدینه این چیز جاری کردن. والله والله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، حتی تؤمنوا بالله وحده. انا می چیز ما را چکار میکنن؟ یا جدا میکنن یا یک جا میکنن. تمام. برای همین ما باید غمگین نشویم از سخنهای اینایی که اینا میگن شما تفریق انداز هستین، شما فلان و اولان هستین. والله شما را این چیز کو هرگز غمگین نکند. والله این حق است. در حدیث دیگر میفرماید که محمد فرق بین الناس، یا که در دیگر جا میگه و آیت هم هست در این مورد. سبحان الله. مگر ما فرق کننده نیستیم؟ مگر ما فرق گذارنده نیستیم بین مردم، بین شرک و توحید؟ البته کسی که فرق گذارنده نیست وای مشرک است، و حالی فرق بین شرک و ایمان نفهمیده است، اسلام نفهمیده است، پس او مسلمان نیست. پس وقتی که شما را به همین گونه، وقتی که چیزها را در گردانهای شما آویزان میکنند به همین طریق، شما اگر قدرت نداشته باشید نزد خود بگویید که الله اکبر، الحمدلله، الحمدلله که من یک کسی هستم که تفریق انداز بین توحید و شرک هستم. این یک فضل رحمت الله سبحانه و تعالی است. این یک نعمت بزرگی هست که الله سبحانه و تعالی برای تو داده است. ای موحد، به یاد داشته باش.
و این ابو محمد سعید افغانی که به یاد داشته باش ای موحد پس یعنی که همیشه این گپ سخن میگه، ما این گونه سخن نمیگیم مثل اونها که خونی فلان فلانی، خونی فلان موحدین با یهود و نصارا آمیخته، اینها همشون اصل هستند. ما این گونه نمیگیم. ما فقط جدایی میاندازیم و الله سبحانه و تعالی اگر ما قدرت نداشته باشیم جزای اونها را الله سبحانه و تعالی دا میسپاریم و ما دو فیغان بیهوده نمیکنیم. الله اکبر. برای همین برادرای عزیز، محمد و همه کسی نباشد، هر کسی نباشد، ما را به خاطر دینمون، به خاطر توحید داشتنمون اگر ما را دوست بدارد، ما را به خاطر الله سبحانه و تعالی دوست می‌داریم. ولی اگر کسی که ما به یک چیزی واقع شدیم که از ناقض اسلام است، که واضح است، روشن است، آمد و گفت که من با تو تفریقه میشم، من با تو جدا میشم، به خاطر همین عملت حق است، حق است که باید این کار را بکند. چگونه که نو قولی را خوندیم، چی میگه؟ چی میگه؟ شیخ امام البربهاری چی میگه؟ وقتی که دیدی که میگه یک انسان میگه به غیر الله سبحانه و تعالی عبادت میکنه، یا اینکه به غیر الله سبحانه و تعالی ذبح میکنه، چیزی را میکشد به یک مخلوق، به یک جن، و وجب علیک ان تخرجه من الاسلام، و برای تو واجب است، یعنی که حتمی و ضروری هست که تو دیدی، فهمیدی، دانستی و یقین کردی و برای تو واجب است که او را از اسلام خارج بکنی، یعنی که او را تکفیر بکنی، یعنی که او را اسم مشرک، موحد بود، مسلمان بود، مشرک شد تا زمانی که توبه نکند و باز نگردد. این حق تو هست، این حق الله برای تو دادگی است و تو باید این را در زندگی جاری بگردانی. سبحان الله. انا این است توحید، انا این است موحدین، انا این است حقیقت. چی لازم است من داد و فیغان بکنم؟ یعنی که خدمت از این جماعت و از اون جماعت و از هر طرف من، یعنی که چیکار کنم خدمت، یعنی که نسبت بدیم در حالی که من مشرک باشم. قسم به الله، آیا همین زندگی برای ما در کار است؟ آیا همین گونه دعوای باطل و دعوای دروغین برای ما هست؟ لازم هست؟ نه لازم نیست. نه لازم نیست. دعوای دروغین الله سبحانه و تعالی قبول نمیکنه. هر کسی که ظاهرا مسلمان است مسلمان است، هر کسی که ظاهرا مشرک است مشرک است. تمام. چه مشکل دارد؟ الله المستعان. پناه به سوی الله از این ضلالت و از این گمراهی. قسم به الله هر زمانی که این گمراهی را میبینیم روز تا روز کو چی میشیم؟ از یک جانب غمگین آور است، از دیگر جانب خرسند آور است که اینها چیکار کردن؟ همین جهل و همین راه و روش انتخاب کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا امتی من برای شما بعد سر خودم دید چیزا میگذارم میرم که این قرآن و سنتی. هر کسی که به همین دید چیز چنگ زد و هرگیز گمراه نمی شود. آیا کسی بیاد بگه که هر کسی که به قرآن و سنت چنگ بزند و گمراه می شود، یا اینکه اینها راههای هستند که و الله سبحانه و تعالی نزدیک شدنش غیر امکان است و فلان است، این انسان مرتد است، این انسان کافر است، این انسان مشرک است. هیچ وریانتی، هیچ یک راه و روش دیگری نیست بغیر از چی؟ قرآن و سنت با فهم سلف این امت. پس هر کسی که به این چنگ زد باید در راه ثبوت و در راه فضل و در راه سعادت است، و هر کسی که چنگ نزد و روی گردون، چگونه که در آیت میفرماید هر کسی که من رغب، یعنی که از ملت ابراهیم چی شد، یعنی که بیرون شد، روی گردون و ظلم کرده از بالای نفس خودش. سبحان الله. بعضی آیات ها را برادرها به خاطرم نمیآید، تلفظ کرده نمیتونم، ولی معناهاش برای شما میگم انشاءالله که آیت هست در این مورد که بسیار همین مرجیه ها، بسیار همین عازری ها همشون یعنی که روی گرداندگان از ملت ابراهیم.
تکفیر مشرکین برای اونها تکفیر نیست، نباید تکفیر کرده شود. نه، از اساس و از ضرورات و از واجبات اسلام نیست. اینها نفهمیدن، اینها فرق نگذاشتن. چگونه که ابراهیم علیه السلام، چگونه که الله سبحانه و تعالی در قرآن دین ما را برای ما تعلیم میدهد. الله سبحانه و تعالی ما را پیامبر ابراهیم علیه السلام برای ما الگوی نمونه قرار داده، ما را امر میکند که شما به انمین چیز، یعنی که به انمین تمسک ببندین، به انمین چنگ بزنین. انمین دین ابراهیم و دین خلیل من است. خلیل الله سبحانه و تعالی را دوست داشتن ای از توحید است. هر کسی که دوست می‌دارد دشمن الله را، و دشمن الله است. سبحان الله. هر چیزی را که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد و از آن چیز راضی است و از آن کس راضی است، ما باید آنها را دوست بداریم. این عبادت است. و هر آن چیزی را که الله بد می‌بیند و از او بدش میاد و از او ناراضی هست، ما باید او را ترک بکنیم، که این هم عبادت است. ترک کردن به خاطر الله و از بد دیدن چیزی که الله بد می‌بیند، ترک کردنش عبادت است. و چنگ زدن به آن چیزی و دوست داشتن و محبت داشتن به آن چیزی که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد و محبت دارد، به خلیل‌هایش و به اولیاهایش و به کسانی که مثلا از جمله موحدین است. پس این هم عبادت است. عبادت چی گفتیم؟ عبادت آن چیزی هست که یک چیزی، یک اسم جامع است، یعنی کل از کلان جامع است که در بر میگیرد چی؟ عبادت در بر میگیرد یعنی آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد و از آن چیز راضی هست. هر عملی که نباشد، هر گفتار و هر قولی که نباشد، و اون چی که ظاهرا، امر کرده است. بله، و آن یعنی که چی ظاهرا باشد چی باطنا، چی ظاهرا باشد چی باطنا، همین عبادت است. محبت قلبی ما نسبت دیگر برادرانی که نزدیک و دور هستند، ایرا الله سبحانه و تعالی می‌بیند. الله سبحانه و تعالی می‌بیند. و این عبادت است. عبادت قلبی است. عبادت قلبی است. محبت، این عبادت قلبی است که الله سبحانه و تعالی می‌بیند. همچنین بد دیدن، یک انسانی که از تو دور است، مشرکانی که از تو دور است، بعید هستند و قدرت توانایی نداری و اونها رو هیچ کار کرده نمیتونی، ولی به قلب تو اونها را بد میبینی و بغض و عداوت و دشمنی با اونها داری و با اونها با قلبت میجنگی. بعضی انسان ها کلمه ورجده، کلمه جنگ رو، جنگ قلبی را بسیاری ها قبول ندارن. والله با جنگ قلب، یعنی که با قلب جنگ کردن در شریعت، در دین الله وجود دارد. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا. بغض، عداوه، جنگ کردن، همه اینها در قلب وجود دارد. این اساس توحید است. این اصل دین است. قلب این اساس، ریشه و اصل دین است که انسان باید در وجودش داشته باشد، یعنی که در قلبش داشته باشد. دشمنی تو با قلبت، با وجودت، اگر چه قدرت نداری، با قلبت با آنها می جنگی، یعنی که الله را تمنا میکنی، الله را دعا میکنی، در حق آنها دعای بد میکنی، آنها را دشنام میکنی. از بعضی انسان ها میگن که انا این اسم دشنام گرفت، انا این با رسول الله و با الله چیکار بهتان کرد. در کتاب های توحید اگر شما نظر بکنین، سلیمان بن سحمان در یکی از سخنهاش میگه که شما مشرکین، میگه دشنام بکنین. این میخه واضح اشکار با عربی. و سبحهم، یعنی که سبحهم، و اونها را میگه دشنام بکنین. عداوتهم، یعنی که اونها رو با اونها عداوت بکنین، بغض بکنین و دشنامشون بکنین. میگه سبحان الله، یعنی دشنام فسقی نه،
یعنی پدر و مادرت فلان کنم و یعنی که این چیزا نه، بلکه دشنام به معنای تحقیر، یعنی که چیزی که اونها لایق هستند. خنزیر، اونها کسانی هستند که مثل خنزیر هستند. یعنی به این طریق دشنام انشاءالله. الله المستعان، الله المستعان. جزاک الله خیرا. برادر محمد یک چیز دیگر بود، یک موضوع دیگر با باز کردین در همین چیزتون انشاءالله کمی صحبت کردیم. جزاک الله خیرا. الله المستعان. بفرمایید برادرها، هر کسی که هر صحبت دوست باشد بفرمایید برادرها، شرم نکنین، یعنی که شرم نکنین. امیر برادر بفرمایید. سعد ابن آدم یکی از شما بفرمایید. حفظك الله برادر شیخ ابو اسحاق تاجیکی، الله سبحانه و تعالی حفظتون کند. در حقیقت شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب تفسیر کلمه التوحید، تفسیر کلمه توحید، میفرمایند که فالله الله یا اخوانی تمسكوا باصل دینکم و اوله و آخره و اسه و رأسه شهادة ان لا اله الا الله واعرفوا معناها واحبوها واحبوا اهلها واجعلوهم اخوانكم ولو كانوا بعيدين الله الله یا اخوانی، ای برادران من، چنگ بزنید به اصل دینتون و اول و آخرش که شهادت ان لا اله الا الله هست، شهادت ان لا اله الا الله هست، کفر به طاغوت است، ایمان به الله هست و نجات دنیا و آخرت، سعادتمندی دنیا و آخرت است. چنگ بزنید و بدانید معنایش را و دوستش بدارید و دوست بدارید اهلش را، اهل توحید را، موالات با اهل توحید و برادر قرار بدهید کسانی را که با آن عمل میکنند اگرچه از شما دور باشند. مختصر انا من سخن شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بود که سبحان الله چقدر زیبا بیان میکنند. وکفروا بالطاغوت وکفروا بالطواغیت و کفر بورزید به این طواغیت ها و عادوهم و ابغضوهم و ابغضوا من احبهم او جادل عنهم او لم یکفرهم. بینید سبحان الله چقدر سخت بیان میکند محمد ابن عبدالوهاب. میگویند که کسانی را که کفر بر طاغوت و کفر بر طاغوت ورزید و دشمنی و بدبینیشون را بکنید، طواغیت را، و بدبینی کنید کسانی را که آنها را دوست می‌دارند. یعنی بدبینی به کی؟ به کسانی که طواغیت را دوست می‌دارند و از آنها دفاع می‌کنند و همچنین اونها را تکفیر نمیکنند طاغوت ها را، یا اینکه میگویند در بالای ما این کار نیست، یعنی تکفیر کردنشون، یا اینکه میگویند که الله ما را مکلف نکرده است برای تکفیر آنها و تحقیق دروغ گفتند به این سخنهایشون، به الله تهمت و بهتان بستند و تحقیق الله مکلفشون کرده است و در بالایشون فرض گردانیده است که تکفیر و بیزاری بجویند از آنها اگرچه برادرها و فرزندانشون
باشند. اگر اضافه کنیم، اگرچه برادرها و فرزندها و پدر و مادر و خویش و تبار خود باشند. چنگ بزنید به اصل دینتون، یعنی به لا اله الا الله، شاید شما رب خود را ملاقات بکنید، با همراهی او یگان چیزی را شریک نآورید. الله اکبر. چقدر سخن علمای اهل سنت و الجماعه واضح است، آشکار است، فهما است، ساده است. و اما این منافقین و این خوبسا که همه را یعنی پیچ و تاب میکنن، نه اولی سخنشون معلوم است و نه آخرش. الله جزای خیر تید کسانی را که توحید فهمیدند و چنگ به توحید زدند و نصرت دادن اهل توحید را. الله سبحانه و تعالی سعادتمندی دنیا و آخرت به هر یکی اونها، به اون برادرهای ما الله سبحانه و تعالی نصیب کند و در راه توحید و در راه منهج قرآن و سنت با فهم سلف ثابت قدم نگهشان دارد و از انحراف و از ضلالت و گمراهی الله سبحانه و تعالی اینها را نگه دارد. و بعدا در سخنی که حاضر ما یک چند دقیقه پیش درباره این صحبت کرده بودیم و در درس‌های گذشته هم بیان کرده بودیم که یعنی انسان ها به دو قسم هستند. یعنی مسلمان حقیقی و مسلمان حکمی، اسمی، ظاهری یا که اهل قبله. ما این چندین بارها بیان کردیم که اما این جهمی ها و هم مسلکان اینها همیشه در چی هستند؟ همیشه کوشش میکنند که این تقسیماتی که سلف کردند، این تقسیماتی که علمای اهل سنت و الجماعه کردند، اینها رو از بین ببرند. به این سخنهاشون یگان دلیل هم ندارن. ما چندین قولها را از علما آوردیم و چخیلی که اینجا شیخ ابو اسحاق حفظک الله خواندند قول امام بربهاری رو. همین گونه علمای اهل سنت و الجماعه شریعت رو ساده کرده بیان کرده هستند. اما این خوبسا همیشه به مردم کار میکنند که مردم نفهمند. مردم که نفهمیدند، یعنی همین مردم نفهمیدند، یعنی که عاقبت چی میشود؟ عاقبت همین است که اینها چیز بگویند باید گفته اینها شود، نه گفته منهج و شریعت، نه گفته قرآن و سنت. همین گونه مردم غلام کرده، همین گونه مردم به منهج باطل خود اینها میکشند. و البته که همین گونه روزی می شود که به مثل اهل توحید، به مثل طالب علم اهل سنت و الجماعه که چگونه امروز یکایک این رو به مثل شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله و باقی دیگر مشایخ، هر یک اینها رو، چهره اصلی اینها رو برای موحدین آشکار کردن و این در هر سال و عصر و زمان این گونه انسان ها، این گونه مجددین هستند، بودند و باز هم می آیند. اینه فراموش نکنید. به همین خاطر الله سبحانه و تعالی این خوبسا که لایق هدایت باشند الله هدایتشون کند، لایق هدایت نباشند الله سبحانه و تعالی خوار و ذلیل و رسوایشون کند.
بله اخی، جزاک الله خیرا، جزاک الله خیرا اخی، حفظک الله. بهترین اما قولی که شما من منظورم بود خواندین، جزاک الله خیرا. مردم با پراگی فهمیدن، یعنی که به طریق مختصر، یعنی که فهمیدن که قول یعنی وجود داشته است. الحمدلله. بله برادر، قول سلف در این باره، اسلام حکمی، اسلام ظاهری و اسلام حقیقی، همین مراتبه که حاضر ما یک چند شاید دقیقه ولی ساعت نشده است که والله علم خواندیم، همین مراتب درباره چی بود؟ همین مراتب بین ایمان و اسلام، یعنی بین مسلمان و مؤمن. یکی سومینش نیست اینجا مسلمانی لغوی، یعنی که برای اینها مسلمانی لغوی گفته کفار میگویم، اما حالی در آینده سخنی کی را هم انشاءالله برای شما قرائت میکنیم، سخنی محمد امین شنقیطی. محمد امین شنقیطی حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که حدیث خوندیم به شما، یا مسلمان است گفتند، یعنی مؤمن نگفتند، مسلمان گفتند. خیلی که پیشتر برای شما خوندیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم با همون سعد که سعید بود گفتند که یا مسلمان، مؤمن گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که یعنی نه، یعنی مسلمان است، یعنی جدا کردن مؤمن از مسلمان، جدا کردن. مؤمن حقیقی که مثلا کلا عقیدش ظاهر شد و عملهایش دیده شد، فهمیده شد و تمام، یعنی که فهمیده شد، این کی هست؟ این مؤمن واقعی. اما یک انسان که نشناختید 100% که دیدید که مقصد ظاهرش شهادتین است، ظاهرش مثلا نماز میخواند، زکات میدهد، این کی است؟ این مسلمان است، مسلمانی حکمی، ظاهری، اسمی، اهل قبله، لغوی. مسلمانی لغوی یعنی در نزد محمد امین شنقیطی این همون مسلمانی ظاهری است، مسلمانی حکمی، نه کفار و مشرکین. بارك الله فيك. السلام علیکم و رحمت الله. الله حفظتون کنه شیخ، انشاءالله خوب هستید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوب هستیم برادر. الله حفظتون کنه. یک دو سوال بود انشاءالله که جواب میدادید خوب میشد. در مسئله یکم سوال حفظک الله، 4 خطاگی امام ابو حنیفه، این مسئله آشکار شیخ ابو محمد جواب داده. بعضی ها بیان کنه اگر اون شخصیت ها به خاطر همین در 4 مسئله عقیدهشان مثل مرجعه بود و بعضی شخصیت ها در همین مسئله تکفیر میکند، نمیفهمد، در همین مسئله کمتر سخن میکرد. حفظک الله. این مسئله رو ما یک فتنه میگوییم و هر کسی که از عقب همین چیزها میگردد، بجز خوارجی ها، بجز جهلا، دیگر یگان کسی نمیگردد. ما چی بیان کنیم؟ بیان کرده شدگی هست. ابو حنیفه رحمه الله کمبودی داشتند، کفرهایی که بود از کفرهایشون اثبات کردند، شیخ رساله نوشتند. با چی میفورد؟
بو ما گشته و برگشته همین سخن باید ما تکرار کردن گیریم. روان خونن، رساله رو خونن، گوش کنن، بحث گوش کنن. دین مگر به اونها لازم نیست؟ یا هر کسی که می رود قطع اهل بدعت شبهه ها رو می گیرد، بعد آهسته خیسته به نزد ما می آید که یعنی انمین گونه شبهه ها هست چیکار کنیم؟ بله، شبهه در کدام وقت می شود؟ با اهل بدعت که نشستی، که وزیر قول علمی که قول یک از به خاطرم نامده است، معنی گپش همین بود که البته هر کسی که با اهل بدعت نشست، الله گرفتارش میکند به یکی از چی؟ به یکی از انمون شبهات اونها. عاقبت بعد در میخیل اکثریت انسان ها به نزد اهل بدعت، اهل سلف چیکار میکردن؟ سلف زمانی که اهل بدعت می اومد صحبت میکرد، از اهل بدعت آهسته دور میشدن یا از مجلس خود بیرون میکردن. مگر سلف میترسیدن؟ نه، در اونجا شبهه رو میپرتوید. و مثل امروزی نه ابو حنیفه فلان فلان کرده است، فلانی فلان میگد، فلانی فلانی جاهل هستن یا خوارج، از دو طایفه دیگر کسی نیستن. برای همون ابو حنیفه رحمه الله در این باره صحبت شده است. شما صحبت حق گوش کنید، صحبت های کسی که چیزی میگوید نمیگوید دیگر از عقب هر یک سخن اگر گردید در این مگرم تماما در روی زمین زندگی نکنید و تماما عقیدتون نگویید و بالاخره یعنی گپ ها بسیار است. بارک الله فیک. واقعا الله حفظتان کند شیخ، درست گفتید. و سوال دوم من همین که گویم یا شخصیت گویم شهری رسیده به میخواد که برای از زنا دور شود، زن میگیرد گویم یا بیوه میگیرد، لیکن نیت این شخصیت یک سال گویم یک سال پس نیتش جدا شدن، آیا همین کار درست است یا اینکه همین کار به حلاله قیاس کرده می شود؟ این حلاله نیست، این صیغه است. بله ممکن نیست این گونه زن گرفتن. بله بعض علما در مسئله اهل کتاب بعضی یعنی رأی اجتهادات دارن، لیکن ضعیف است اجتهادات اونها. زن هیچگاه یعنی موقتی نکاح نداریم. ما موقتی نکاح در شیعه و رافضه ها هست. بله الله حفظتان کند شیخ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله موفقین را حفظ کند. امین امین. حضرت جون سوال بود یک بود دو بودیم سوال گرفتیم در مسئله ذبح ماتریدی و اشعری و استاد جواب داده بودن. با سوال در همین مسئله شد که استاد جون مقصد دیگه مردمی که اکثر مردم میخمون عقیدهش مثال بنام شون حنفی میگنه نه که عقیده باطلی دارن، عقیده ماتریدی نه که چون خبر ندارن. حضرت جون خانه‌های همیو رفتن طعام همیو را مثال که اوقات میکنه یگونش طعام همیو را خوردن جایز هست یا نه؟ سوال شده با حضرت. ماتریدی را که کسی که آشکار میگه ما ماتریدیم، بله این وجه معلوم، نه که اینو بنام میگه ما حنفییم، نه که در عقیده ماتریدی نه که چون خبر ندارن، مردم جاهلن. در همین مسئله شهر میدادی استاد جون چی باید شرح ما همین است که ابو حنیفه رحمه الله گفت که کسی که بگوید که من نمیدونم که الله در آسمان است یا در زمین است، یا من نمیدونم که عرش در آسمان است یا در زمین است، این کافر است. یعنی کلمه نمیدونم در اینجا برای چی ذکر کردم؟ هر ندارد یک انسان جاهل موند کافر است. ویم اشعری است، نفهمیده داخل شد، فهمیده داخل شد.
значит ҳазрат дар ин масъала ягон дигар узр нест. тамом. ҳамин хел. бале дар ширку куфри акбар чӣ гуна узр мешавад? чӣ гунае ки имрӯз дигар як ҳолате расидааст ки имрӯз ҳолат ба дараҷае ҳаст ки дигар тамоми расонаҳо ҳаст, тамоми намуди китобҳо тарҷума шуда истода ҳаст. дар ин ҳолат як инсон юнбош карда дар хонаш хоб аст, меравад болои сари заминаш меравад, ҷигорӣ мекорад, гандум мекорад, сезон шуд меравад ҷигорию гандумашро медаравад, мебиёяд, юнбош хоб аст. аку мо вай чӣ кор кунем? мо гӯем ки хай ту бечора ҳастӣ, ту намедонӣ? гӯем не, охир кофтукоп кунад. охир бояд инсон барои охирати худаш, барои ҳамон инсон агар ҷаҳлан ба ширку куфри акбар гирифтор шуд, ҷаҳлаш узр нест, фарқ надорад. ӯ фаҳмида дохил мешавад, нафаҳмида дохил мешавад. барои ҳамон уламо ба мисли шайхулислам ибни таймия раҳимаҳуллоҳ гуфтанд ки усули матуридию ашоира усули ҷаҳмӣ аст. усули ҷаҳмӣ. масалан имрӯз як нафар меояд мегӯяд ки аллоҳ ломакон аст мегӯяд. ҳамин сухана масалан кӣ мегуфт? ҳамин усули кӣ аст? усули ҷаҳмиҳо аст. як нафар меояд мегӯяд ки мегӯяд тамоми курраи замин ҳамаш мегӯяд кофир ҳастанд, то ақидаашро нафаҳмад мусалмонаш намеёд. усули кӣ аст? усули хавориҷ аст. мо аз ҳамин назар карда яъне ҳукм мебарорем. яъне ҳамон як инсона мебинем ки дар ақидаи матуридӣ чӣ аст? аллоҳ ломакон аст. асмо ва сифотҳое ки аллоҳ субҳанаҳу ва таъола дорад ҳақиқӣ нест, онҳо маҷозӣ ҳастанд. яъне бисёри чизҳое ки масалан доранд, қуръонро махлуқ мегӯянд, қуръонро каломи аллоҳ намедонанд. баракаллоҳу фик. барои ҳамон агар ҷавоб дода бошанд, як суола бародар ҷавоб дода бошанд, хоҳиш мекунем ки ҷавобдодагӣ суола дигар напурсед. ҷавобдодагӣ суола пурсидан. як дақиқа бародар, ман шуморо фаҳмидам, лекин морам як бор гӯш кунед. саволе ки мешавад гаштаву баргашта додан, аввалан шаккок шубҳадор будани ҳамаи инсонро баён мекунад, аввалан. сониян фитнаро эҷод мекунад. дигар ҳеҷ не. барои як инсоне ки масалан фаҳм дошта бошад, хай бале, аз ин меборад ки матуридӣ, ашоира аз ино куффор ҳастанд, мушрикин ҳастанд. забҳи инҳо ҳалол нест. дар инҷа ки абу исмаил алҳиравӣ яъне ки уммаи ашоираро алашаирату субҳаналлоҳ ла яҳиллу забаиху алашаира, забҳи ашоираҳо ҳалол нест гуфт. намедароед, намехӯред бародар, аз таоми чи аст ҷоҳил аст, чи вай аст. лекин ба хотири даъват агар рафтеду мисол даъваташ кардеду фаҳмондед ки қабул кард, дар ин бора бисмиллаҳ равед даъват кунед, фаҳмонедаш. устодҷон просто масъала сари ҳамин гап меравад ки аксари мардуми худмон даъво мегӯянд, мо ай ҳанафия даъво мекунанд, ҳатто матуридиро намешиносанд мардуми ҷоҳил. вообще мегӯянд кияи? не ки дар ақида хай муллои гумроҳшон кардагиянд. мақсад дигар ба ҳамин хотир суол шид ки ҳамира гуфтан япурс мисол таоми мисол ҳамиёро хӯрдан, значит хай тамом. ҷазакаллоҳу хайран ҳазратjon. не, инҷа хатари гапи шумо дар ҳамин аст ки шумо аксар мегӯеду шумо ҳар яки он инсонҳоро намешиносед. охир ин гап дар бораи ҳамон инсонҳое ки шумо мешиносед, дар бораи ҳамон гап занед. мо ҳамин аксар 80%, 90% ҳамин гапҳо оҳиста оҳиста инсона бурда яъне ба намхели фитнаҳо гирифтор мекунад. барои ҳамон чизе ки масалан шумо мешиносед, шумо дар бораи худ гап занед. аксарият дар ҳаққи як инсонҳое ки
در نزد شما نیست. مثال انسان نباید در این چیزها تا یک معلومات پیدا نکند. در حضرت تاجیکستان جان الحمدلله موحدین زیاد هستند. موحدین خیلی هم زیاد است الحمدلله. بله بفرمایید. حضرت جان یعنی یا دو پیش در یک مسجد بودیم، حضرت یک قاری برآمد در مسئله فقط گفت که ما همه قبول داریم طالب علم و علمایی که مقصد دیگه فقط قبول میکنیم ای ماتریدی و اشعریه. والله بالله تالله قسم حضرت گده تا 70-80% مردم در همونجا توجیک اکمای توجیکو با کمیش 50-60 آدم ماتریدی کیه میگن نمیشناسم مردم عوام. استاد جون باور که ما پروست یگم شک شبهه یگم مسئله را کلام کردنی نیستم حضرت. پروست سوال شید اکثری مردم نمیشناسم میدن نستم دلی میگن ما حنفی مو لیکن در مسئله وابشی همه کروشون مقصد دیگه خیلی جاهل نمیدونن. با همین خاطر گفتن این قوری گوسه ماتریدی که اشعری که ای که ما گفتم خیلی همون امامایی که مردکو پیروی دارن اکثرش ما در همین عقیده همین ماتریدی و اشعری نمیگو خیلی دیگه این قبل بیسنیت کردیم الحمدلله. استاد ما بیسنیت چون کرد یا استاد داریم مورا الحمدلله. خیلی مردم عوام حضرت جان مردم جاهله به همین خاطر که اگه اون گپی نیتور گفته باشیم بخشش همه برادران نه گپی وای نیست. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. شیخ سعادتین خوب هستین؟ الحمدلله. الحمدلله خوب هستیم. الحمدلله خوب هستیم. شیخ سوال همین خیلی ما در زندان هستیم. در همین آشخانه ما مقصد گوشتی گاوی اوقاتایی میتونن که مثال طعامایی که گوشتی گاوی هن این ما انیقش نمیدونیم که مسلمان کشتگی های مثال حلال کشتگی یا حرام کشتگی های میشه همینطوری که مقصد وقتایی هسته که شرایط من هسته همون چیزا نمیریم نمیخوریم نه کاغده شرایط من نیست همین عذر هست همین چیز یا نیست. بارک الله فیک بارک الله. گوشتی که برادر گوشتی که اگر انسان نداند که کی کشتگی هست چه کشتگی هست البته که جایز نیست که بخورد زیرا اصل در گوشت حرام است. اصل در گوشت این حرام است. برای همون در این باره برها بیان کردیم که اصل در گوشت چی است؟ حرام است. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در حدیثی که متفقون علیه است که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اذا ارسلت کلبک المعلم، هر وقتایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر وقتایی که یک سگی که تعلیم داده شده رو مقصد میفرستی به کجا؟ به شکار میفرستی و با همراهی یک سگی که به او تعلیم ندادگی هستند. فخالط کلبا، اون هر دوش مخالط یعنی آمیخته میشوند هر دوش. لم یسمى، به اونها مثلا بسم الله گفته نمیشود یعنی بسم الله نگفتگی است. علیها لم یسمى علیها فلا تأکل میگد نخور. فانک لا تدری ایما قتله، زیرا تو نمیدونی که کدام یکی از اونها چی کردگی هستند؟ قتل کردگی هستند. برای همون آنچه اصل بر آن حرام بود است که این نمون ذبحی که در یک جایی که مثلا کفار و مشرکین است در دارالاسلام الطاری دارالکفر طاری هست، در اینجا البته که گوشت یعنی گرفته و خورده و خیلی کرده نمیشه. در گوشت تحقیق وجود دارد. گوشت باید تفتیش کنید، باید فهمید در مسئله ازدواج، در مسئله گوشت، در مسئله
در مسئله از پس امام خوندن، در این باره سخنهای ابن قدامه هست، سخنهای ابن القیم جوزی هست، در سخنهای امام نووی هست، سخنهای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هست و علمای از این علمای امروزینه، از علمای عصری خود ما، از علمایی که یک عصر پیش بودن، محمد ابن ابراهیم آل شیخ و دیگر علماها که در این باره صحبت کرده هستند. یعنی برای گوشت باید تحقیق کرده شود که کی کشتگی هست، مسلمان کشتگی است یا که کافر. جزاک الله خیرا. حضرت یک سوال همین خیل در در ترمک شما یک دقیقه برادر، یک دقیقه شما سوال کنید، من کم میکروفون میبندم، یک 2 دقیقه انشاءالله من باز میگردم. لیکن من گوش دارم، شما را با گوشک گوش دارم، نوشنیک دارم، من گوش دارم. سوال کنید انشاءالله من حاضر جواب بعد از 2 دقیقه. فهمم. ما خیلی گفتم در زندانیم، همین قانونای کفری که یازی در همین طاغوتای مثل قانونای طاغوتی که عینی حال ما قرار داریم، مقصد پراویرکا میگن، در ما اینا پراویرکا یا که کمیسیا میگن، مثل یگان نروشینی میکنیم، نروشینی مینویسن مونا میبرن 6-7 نفر میشینن، مقصد سود میکنن مونا. چی میگین شما امیره؟ اجازت هست، عذر هست؟ مثال اگر که مقصد نریم در همین خیل چیزا اشتراک نکنیم، اگر میبرن مانا با مقصد جایی که هسته با الحمدلله زندگی کرده میشه و نه سخت‌تر و قین‌تر میشه زندگی ده. خیلی که در درون ترمه میکنن با همین خیلی دیگه وزماج نمیشه. مثالی که وزماج نیستا کمتر، خیلی کمه در روجا وقتی که ایجا که بردن در دیگه جا محکم کنن. به همین خاطره که اگر اشتراک نکنیم در همین چیزا ما. جزاک الله خیرا. بارک الله فیک. در درون زندان برادر عزیز، در درون زندان اولا زندان خودش اکراه هست، البته حالتش فرق میکند، لیکن حالتی که اگر شما را میبرند این البته به اون تحاکم داخل نمیشود. حالتی میشود که شما را میبرند، حالتی میشود که شما به اختیار یک مرتبه همین حالت شده بود. بعضی برادرها اعتراض کردن که با یک گفته که من یعنی اجازه داده باشم به تحاکم، نعوذ بالله. در زندان من مثال حالت زندان خوب میدونم. در زندان شما خواهید نخواهید شما رو میبرن و اونجا اختیار ندارید. شما برده شما را سود میکند، چو میکند، سود نمیکند اونجا شما رو میبرد، هم خیلی حکم شما رو میخوند و شما رو محکم میکند. یعنی از داخل زندان شما رو به شیزو میبرد یا که به پیکتی میبرد. هم خیلی است؟ بله برادر. بله. این حالتی نیست که اگر شما مثال اختیار داده شد، اگر به شما رفتید، این حالتش بعد دیگر میشه. لیکن اگر شما رو گرفته بردن، این به تحکم داخل نمیشه. بارک الله. جزاک الله خیرا برادر. الله حفظ. السلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت. استاد یک سوال همی بین این مقایده شاید هم با همی بچه ها دوچار شده باشن. همی طرفای خارجی داریم استاد، همی خیلی الحمدلله همیشه شما آمدیم فهمیدیم ای برادرو، همه ما را با همی راه مثال دعوت کردن. موحد ممکن در این درسای شما اشتراک کرده باشه، در یک کوارتیر زندگی میکنیم، همو در یک مسئله من خفه شید، مثلا من بخشش پرسیدم،
اینه که کبر حسدش به حد بلنده. سلام بهتون سلام علیک نمیگیره، میگه در یک صف قتیما نماز نخون. میگه مقصد قتیما در بر نبی نماز نخون. تو اومدی ما در دیگه جو نماز میخونم. هم یک حدیثه ده گفتم همین فکر کنم انسان چیه همین البرو میشه و استاد یک اصل دین ترک کردیسته، دوستی و دشمنی از برای الله کردیسته. همین یک مختصر جواب میدادن شاید همین درس گوش کردیسته باشه. مسئله چی بود؟ مسئله چی بود آخر؟ ما فهمیدیم که نه نماز نخون و دیگر نکته است. مسئله که همون بین شماست چی است همون مسئله؟ مسئله همین چی گپ پیشید که گفتم خونه در مثال ما در اومدم مثال خونه گفت که تو بسیار با تلفن شما گپ میزنی ما خوب نمیمونیم مقصد چی بریم. گفتم من برادر پرابلم انش ما اصلاح میکنیم میختم کم پر حرمت که برادر سوز گفت ای خونه است دفت میکنیم هم خیلی مثال چیکار شوخی با شوخی گفتم برادر خیلی حرمت که بخیم شما برادریم گفت فلانت میکنم. بعد هم یه قهر کرد ما بخشی پرسیدم گفتم بچی دیگه قهر که بعد همین خیلی یک ماه میشه گپ نمیزنم. من برایم گفتم رو سوال میتونم شایخ کی شما بودین. اگر نگاه کنید اگر واقعا خیلی باشد برای که ما هم برادر بسیار خیلی واقع شدیم بعد زنگ میزند میگه اخی برادر شیخ استاد این واقعه خیلی نبود این خیلی بود. بهتر خوبتر میشود که برادر همین حالت خود هم برادر انشالله بیارید مایلش برای مسئله بین دو برادر خیلی جنگ و جنجال نشدنش انشالله ما یک گروه تشکیل میکنیم هر دو تفاعل میکنم در لیچکی من بنویسید برادرم انشالله فایرود کنید توغری این مسئله را مقصد بیان میکنیم لیکن یک مرتبه طرف دوم هم یک گوش کنیم کنید چی گپ شده است. شاید ما یک جواب میتیم و آدم میبرد میگد که شما مقصد خطا جواب دادید حالت خیلی نیست میگه با میگرن در بین ما را خوش میکنن. برای همون البته من دیده شدم که در خود شما چی است در خود شما مقصد پشیمانی از کمبودی خود گشتن هست. لیکن یک مرتبه اون برادرم اگر همینجا باشن و فهمن انشالله با ما خط کنن که ما فلانی هستیم انشالله یک گروه تشکیل میکنیم من شما اون برادر بعدا انشالله صحبت میکنیم. این چیزا حل میشدگی هستن لیکن واقعه را یک بار فهمیدن در کار تو آخر. بارک الله فیک برادر. جزاک الله خیرا. حتما گپ شما شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يحفظك یک سوال داشتم اینجا برادر سوال کن کتاب محمد ابن سلیمان کتاب توحید با روسی هم را سوال کن که هم را خواندم بخونیمش نخونیمش انشاءالله شما پرسیم چی کتاب است محمد ابن سلیمان؟ книга التوحید написано اگر انشاءالله ما همین صفحاتون رو روش کنم خب میشه کнига التوحید کتاب توحید تمام یک روان کنید که ببینیم. محمد ابن سلیمان تمیمی است؟ نه شیخ همین نام بلوش نشون که محمد ابن سلیمان هیچ نیست. یا روان کنید هم برادری کی است؟ برادری محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله است. سلیمان عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ عزيز خوب إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خلصت. شيخ یک سوال است ممکن است إن شاء الله بدهیم؟ بفرمایید. همین یک قهوه‌خانه همین کافه ده یک پاور است مثال نماز نمیخواند خیلی وقت نماز نمیخواند بعد جاهل است در عقیده توحید نمیفهمد هیچ چیز را
همون اوقات میکنه مثلا شفار به اصطلاح میکنه کلام از اوقات میکنه تا اوقات های من خوردم اجازه داریم مثلا میتونه خورده یا خیر همین یک روشن معلوم میدونه الله یسلم. نه نمیشود. طعام های مرتدین اینها را علمای سلف منع کردن. طعام های مرتدین و از اهل شرک و کفر خوردنش ممکن نیست. همین اوقات اگر یک موحد بکند مثلا یک گوشت موحد ریزه بکند که پیاز میاد من چوش پردازد همین خیلی پروایی که هست مثلا نمک کمکشم مثلا بینماز مرتد مثلا میکند همین این چی میشه این مثلا خیلی همش موحد بیاندازه چیکار میکنه مثلا؟ الله، یک باور کنید سختی و چیکار میرید. نگاه کنید مثلا طعامی که مشرک و مرتد مثال میپزد اینها را طعامش خورده نمیشه. این اگر اصل این چیزها را اگر تگش کفتن گرید عقوبتش به چی بود؟ عقوبتش به این که انسان اگر حلقش حدیثی که در چی هست در 40 نوع ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بحرام بدنی تغذیه گرفتگی است از الله المستعان. این چی شد؟ این جالب زدن چیکار؟ یعنی یگان انسان نمیخواهد که دعاش یعنی قبول نشود. بله اگر همین را که مقصد خود پس از این چیزها چیکار میکند؟ پرهیز میکند، خودداری میکند، برای طعام حلال حرکت میکند. خب انا اینجا عذر به من روان کردن که برادر کнига التوحید. این محمد این درونش لازم است. درونش من اینقدر راستی کتاب‌های روسی نمیخونم، لیکن شیخ ابو اسحاق همین کتاب شما دارید روش الکترونیشه؟ از من به شما روان کنم که شاید در شما باشد. برادر ما شیخ مشایخ یعنی معلمی درس توحید از برای روس زبان ها هستند. به این خاطر با آیات عمل کنیم. اگر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خوب می شود. برادر ما بجوش نمیشه نگفتیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوب است. یک سوال بود بزرگ بسیار. بله بفرمایید. این در مسئله مسجد از مسجد رفتیم صبح درمو دوی چیز میگن منبر میگن اونجا یا الله نمیستگه طرف دست راستش طرف دست چپ یا محمد نمیستگه. امام شمیع رو دیدیم که هم تشکیل کرده بعد نماز میشه یا محمد یا رسول الله هم که نماز دسته یه بار کردیم شد
مسئله همین معصیت در نماز خوندن داره پس و نیست تنهایی مثلا اگر شرایط هم نباشه تا در قدر چون خوندن ده در این معصیت خوندن اجازت باشه که نه. آواز شما من نمیدونم نوشنیک من باشد یا اوستون من هم فهمیدم که در یک مسجد داخل شده که در یک پهلوش یا الله نوشتگی است، در یک پهلوش یا محمد نوشتگی است. بعد مردم چیکار میکنن گفتید؟ امام شه یک روز همیشه یک روز نماز خوندیم از خطه امامش نماز ظهر خوندیم که بعد سلام دادن همیشه شرک انجام داد یا الله بود یا رسول الله همیشه بود که چند مرتبه یا رسول الله بود چی کردیم گشتن نماز ایوده کردیم شه در مسئله همین نماز در همون مسجد خودش خوندن از سبب شرایط نبودن اجازت باشه که نه. در این گونه مسجدهایی که مقصد اویزه های شرکی دارد، بیرق دارد و دیگر چیزهای دارد، در این گونه مسجدها داخل شده نماز گذاشته نمیشن. بهترش در همون خونه است یا در همون جای کارتون است، در همون جای خونید اگر یا محمد گفته باشن اینها مشرکین هستند. اون مسجد بوده ها مشرکین، یعنی همون امامی که مردم به همین چیز دعوت کند، اگر اون مردم همگی قطع امامش مشرکین هستند، در این گونه مسجدها نماز گذاشته نمیشه برادر. شاید الله اسلام کنه همین جایی که آمده مثال یه جای خونه دورتره کرد همین شرایط همین جا مثال چی شکلی نزدیکه در دیگه بغیر همین مسجد نیست در قدی ره چیم خوندن هم میدون همونجا خوندیم اینوی لوزی را همونجا خوندیم نماز درست میشه و یک دسته ایوده کنیم سر نماز خوندیم. نه اگر مثال نفهمیده باشید، اگر خونده باشید، اگر هیچ گپ ندارد، لیکن اگر بعد دیده و دانسته اگر با رفته خونید، البته در این حالت اگر از یک جانب مسجد زرار هست، از یک جانب دیگر مسجد مشرکین هست، مسجد موحدین نیست. همون برادری که اینو پرت افتید چی درونش هم هست یا نیست؟ همیره همون کتاب اسامه بود، همون اولین صفحهش یک بار اولین یک دو صفحهش کنی به من روان کنید که چی یک بار بینم. باید که هم کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب است، فقط کمی نامش تغییر دادگی هستن در اینجا. غالبا من فکر دارم هم کتاب توحید است. بله انشاءالله شیخ همه یار پارتستان برادر انشاءالله من ایسانمشان گفتم اگر یکم داشت باشم درش پارتین انشاءالله جوابتان انشاءالله میفرستم. جزاک الله خیر. یک همین یک دو صفحه که مقصد باب اولش وای کن ما میفهمیم که همون کتاب شیخ است. اگر برادرها دیگر سوالات نباشد، الله سبحانه و تعالی همگیتون حفظ کند. بیایید خیر کنیم، حرکت کنیم، هر بگاه کمی در مسئله حفظ متونها کوشا باشیم و ما هم انشاءالله یک گویم که یک پریدلژین خوبی را یافتیم که میتواند یعنی کتاب رو پخش کند، یعنی همون زاپس میگن، سیومکه میگن، چی میگن، زاپس میگن، زاپس اکران در کامپیوتر. انشاءالله که درس ها را چی مثلا باقی مانده حدیث ها را ما چی کردیم؟ 20 حدیث 40 النووی را به سبب همون پریدلژین خوبی نداشتیم که باقی مانده حدیث ها را ثبت کرده پرتویم. انشاءالله دین ما یک برادر قطعی خیلی حرکت کرده یافتیم، الحمدلله یک خوب شد. میبینیم انشاءالله شد بعد درس های حفظه انشاءالله یک کانال میکشویم شود. در همون کانال انشاءالله درس ها را به حفظ کردن شما کمک میکنیم
بعدا انشالله در نزد شیخ می سپرید. در نزد شیخ انشالله به یک درجه مثال بلند انشالله رفته می سپرید. الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أبو حليمة. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شيخ وصل إن شاء الله. الحمدلله خوب هستیم. شيخ یک سوال بود اگر اجازه بشه. بله بفرمایید. شيخ در نزد ما یک جهمی است. یک جهمی است. ما البته اشکار است که ما براعت شده اعلان کردگی هستیم، اما از سبب که طبق سنت نماز میخواند، در رفع الیدین میکند و دیگر سنتایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت نماز خواندن اجرا میکند و در یک گروه کار میکند، اما شخصیت که اما کلانوشون یا که در بین اما گروهی که اما کار میکند KGB ها زیاد هستند. ما میدونیم اما خیلی وای نمیدوند. در همین حالت ما میتونیم که به همون مراجعه کنیم که آگاه باش، در حالی که ما برعکس خود از این شخصیت اعلان کرده هستیم. اجازت هست در ما شیخ که ما مقصد بگیم که کمتر احتیاط بکنید که خیلی خیف است. جزاک الله خیر. ایاک. البته از نظر میکنید برادر، ما نگاه کنید که ارحم الناس بالناس، این مهربان ترین مردم بر مردم این اهل سنت و الجماعه هست که از بابت رحم، از بابت با یک مصیبت گرفتار نشدنش مثال یک سخن میکنید، عاقبت چی میشد؟ عاقبت وی رفته و جهمی باشد با همون هم عقیده میشود، یعنی ضرر بر شما میرسوند. البته موحدین میخواهند یا به یک کسی رحم کنند، لیکن ضرر به خود میگیرند. به همین خاطر انسانی که مثلا عقیدهش جهمی باشد، عقیدهش مثال شرکی و کفری باشد، دعوتش کرده باشید به توحید که قبول نکرده باشد، به حال خودش میگذارید. حال خودش میگذارید. البته که اگر برای مثال گفتن باشد مشکل نیست. گفتن اگر مثال احتیاط کنید که اینا هم خیلی هستند، با زن ضرر بر خود شما اگر نباشد هیچ گپ نیست برادر. یکی ضرر اگر بر شما باشد این کارو نکنید. ضرر بر شما، زیرا که لا ضرر ولا ضرار، یعنی مسلمان نباید که به خودش و به دیگرها چی کند؟ ضرر برساند. برای همون شما میخواهید که و از ضرر نجات دید، لیکن خودتون به ضرر گرفتار نشوید. الله یستون کنه. حفظك الله شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ ابو علما خوب است ان شاء الله؟ الحمدلله خوب است. شیخ در باره همی ای بانک، بعض بانک ها قرض میتین 4 ماه 5 ماه به کردیت بدست، تا 4 ماه 5 ماه به کردیت. اگر نتونستی بعد از همون مهلتش با کردیت سر میکنه، کردیت گرفتن. همین چی میشه و گرفتنش؟ حرام است برادر، نمیشه. دلیلش، سراغ دلیلش اگر نزن شیخ. دلیلش پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که والله علم امام مسلم روایت میکردن که کسانی که در مسئله ربا در زیر آیتی که میکروفون خاموش کنید، در زیر آیتی که سبحان الله آیت سوره بقره آیت 275 که یهودی ها گفتند که انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. الله سبحانه و تعالی ربا رو حرام کرد. این آیت اولین دلیل ما. دومین دلیل همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم همون
پول گیرنده و پول دهنده و کاتبی که می نویسد، هر سه اینها رو لعنت کرد. هر سه اینها رو لعنت کرد در حدیث صحیح. و بعدا در همون دو گواری که شما دارید، در همون دو گوار خودش نویستگی است که یعنی انمی قدر مهلت که نتونستی، یعنی قدر مهلت که نتونستی اینا چیکار میکنی؟ اینا یعنی که بعد از این قدر مهلت به تو انمی قیم مقصد فویز چی میشود؟ اضافه میشود. همین خیلی هست در همون دو گوار یا نه؟ بله. هم خیلی انمین خودش ریبو است برابر. شیخ این خیلی همین این سوال دیگه که از دمان داد، انا میگه اویلیکم در همین مهلت من میتونم گرفتم. اویلیک من تا این مهلت گرفتم میتونم. انا گرم داخلش باور داره که خلاصا پول گرفتم میتونه تا همین مهلتی 3 ماه یا 4 ماهی که همون بانک میتونه. در این حالت چی؟ والله علم. در این حالت من گفتم که مقصد اصلی که همین در مسئله خاصتا پول گرفتن حرام است. اصلا بیان کردیم برادر. جزاک الله خیر شیخ. یک همین یک مرتبه نگاه کنیم برادر اهل توحید که یک روز در باره همین تاریخی مثلا چی بود؟ تاریخی گویم سبحان الله تاریخی اندلس بود والله علم. همین کفار و مشرکین چیکار میکردند؟ کفار و مشرکین بسیارتر به مسلمان ها مثلا همین گونه مثال قرض میدادند و بعد آیسته آیسته خانه های اونها رو ضبط میکردن میگرفتن و حتی به غیر مسلمان ها به دیگر من ناظرم به خاطرم نامده ایستاده است. کفار و مشرکین همین خیلی هستند. یعنی خلاصه گپی من همین که همین پرسنت و فائز و این بانک های امروزینه ضررش چی است؟ ضررش نظر کنیم بسیار انسان ها بیخونه شدگی هستند. بسیار انسان ها بیخونه شدگی هستند. هیچ کس نمیداند که و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأي ارض تموت. هیچ کس نمیداند فردا چی میشه. به همین خاطر انا امروز میگیرد فردا میبینی که وفات کرد. فردا وفات کرد. برای همون از این چیزا خودداری کنید. یعنی فایده حکومتی که اگر اسلامی باشد، فایده های حکومت اسلامی را کاش اگر مردم میفهمید و این گونه ربا و این گونه حرام ها که منع است، فقط قرض قطعی هست. ولی بسیاری از این کفار و مشرکین مسلمان شده به حکومت اسلامی را ساختن حرکت میکردن. نمیفهمند. فکر میکند که همین بانک ها و امروزینه همین چیزها برای اینها چی است؟ خوب است. برای اینها یعنی یک آسانی و خوبی می آورد. الله سبحانه و تعالی همون روزها را به ما نصیب کند که ما از همین گونه، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی گفتند که ولی قیامت برپا نشده در خانه هر یکی مسلمان ها همین گونه ربا و همین گونه پرسنت حرام البته داخل می شود. امروز ما دیده ایستادیم که بسیاری ها با همین چیز گرفتار شدگی هستند. خلاصه انشالله که از این بعد انشالله هر بگاه تا روز شنبه و یک شنبه را ما نمیخیل حفظ حدیث کدامی که مثلا
متون نواقض الاسلام یا که متون قواعد الاربعه یا اینکه مثلا اصول الثلاثه اینها را، یا که مثلا کتاب التوحید، یا مثلا از کتاب عمدة الاحکام از اینها حفظ کرده ایستاده باشن، انشاءالله ما انشاءالله در همینجا حرکت میکنیم با همراهی برادرها کمک کنیم به برادرها که تا اینکه تیزتر و خوب به درجه مقصد به تمام قاعده و تجویدهاش مثلا حفظ کنن. بارک الله فیک. حضرت جان همین سوال که نو برادر بود برای پول هستند، همین روسیه برادرو کارتا میگیرن تیچنی 3 ماه فقط میخرن. ایبای تیچنی 3 ماه также با همخی پرسنت میشونه که کارتا پول مول استفاده میکنن فقط میخرن. این مثلا همین مثل این مسئله که پول گرفته همین خیلی استادیونه. در همون دوگوارش یعنی چی دارد؟ همون دوگواری که همون کارتا دم میغلطد همون پرسنت دارد بعد از 3 ماه. بله بعد از 3 ماه شید با پرسنت داره. بله استاد. بله حرام است آخر. جزاک الله خیر استاد. یک شیخ الله حفظتون کند. اون برادر ما از کم در درس دست شونده انشاءالله اگر که برسونم انشاءالله. خیلی تمام انشاءالله شما در همون لیچکه چکنید من در همون لیچکه جوابتون میدم. بله شیخ یک سوال دیگه داشتم شیخ. از دمیلت امی توچکه خونده است نالای اس میزنند در پشت خونه امی در شرک اصغری سوم میخوره شیخ همین رقم تو معلومات بدین جزاک الله خیر. نالای اس میزنند چی برادر؟ بله نالای اس در پشت خونه میزنند الله علم تیپا مسکلازلی تیپا چشم نکنن امی خیلی چیزا است شیخ. شرک است برادر. شرک اگر همین چیزا را یک بله اگر مثال واسطه بدونن همین چیزها رو که مثلا سبب میشود بگن شرک اصغر، اما اگر مطلق همین چیزا مقصد از همین بلاها و همین چیز میدارد بگن در این حالت اکبر میشود. برای که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که دلیل چی است که یک نفر اومد مثلا در دستش یک حلقه بود، یعنی حلقه همون دردی که گفت که همین درد از من دور میکند. رسول الله صلی الله علیه و گفتن اگر به همین چیز بمری نجات نمییابی. البته علما گفتن این دلالت به شرک اصغر میکند، اما رسول الله صلی الله علیه و گفتن که این چیز همون چیزی که در دست داری برعکس دردی تو را زیاد میکند. یعنی مثال یک انسان در دستش یک چیز ببندد، یک بند ببندد بگد که مثال خون من تیز میرود، من اگر همین را بندم برعکس خونش من میشود. مثال چه خیلی که بعضی ها مثال کپید مونن دست اگر کم ترک از بالا یک ریزینکه قطعی میبندن چه خیلی رگ ها تیز میبروید. برعکس یعنی ضرر هست و فایده نیست یک چیز در دست بستن و دیگر کردن. و همچنین من علق تمیمه فقد اشرک یکی و کفر. کسی که مقصد تمیمه یعنی تومور کرد، یعنی هم سبب اون چیز دونست، در این حالت چی است؟ در این حالت شرک کرد یا که کفر کرد. البته این کفر و شرکی اصغر است. کفر و شرکی اصغر است. اما اگر هم تومور 100% اعتقاد کند که این مرا از تمام بلا دور میکند، در این حالت یعنی به چی؟ به کفر اکبر میرود. برای شرک اصغر به کدام دلیل اول سبب باشد و بعداً وقتی که او رو کلاً با او اعتقاد کرد به کفر اکبر میبرد. یک نفر اومد به لات و عزا قسم خورد، او را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که تو کلمه بازگردان. یعنی علما میگن که اگر بزرگ شماریده قسم بخورد به یک چیز بزرگ بشما، مثلا بگد من به قبر فلانی مولانا فلانی مولوی قسم میخورم
اگر قسم نخوردم همون مرا میزند، من در یگم بلا، یگم مصیبت، یگم پرابلم میکند. گفته همین خیلی اعتقاد کند، یعنی بزرگ شمارد، در این حالت شرکی اکبر میشود. اما سبب گوید شرک اصغر است. فهمیدید؟ بله شیخ بارک و این هم همچنین اگر بگد که همین بلاها را مثلا یا مثلا خور کشال میکنن یا مثلا قلنفر، خب بسیاری مردم قلنفر نمیوبند، اینو میگیرن قلنفر را در تک درشون کشال میکنن. و تعداد مردمی که قلنفر بازار برای فروش قلنفر که مردم گیرن خورن، قلنفر چقدر ضد چقدر میکروب ها است و قلنفر یگان چیز از تک در دور کردن نمیتونه. خور هم همچنین، اگر یگان چیز دور کرده میتونست، در تک در خیل خودش خور نمیشد، در تک در بیچاره خودش خور و زور شده در اونجا ایستادگی است. و مثال یک کس اگر یک کم ترک بنزین قطی بنزین شفیده یا که هم تو بی بنزین هم خیل گوگرد یا که زجگلکه قطی در گیروند و بیچاره خور خودش نجات داده نمیتونه. چگونه میشود که این مردم جهل انمی خیل است که انسان برده خور پرست و قلنفر پرست و نعل پرست و دیگر شرکیات هایی که امروز هست، اسپند پرست و مثلا اسپنده می پرستد مردم، اعوذ بالله، در حالی که اسپند چقدر بر ضد چقدر ویروس است، از او مثلا از همون دودش استفاده کردن چقدر فایده‌ناک است، لیکن مردم گرفتن به خود امر یک اله کردند و پرستیدن، اعوذ بالله، بالاخره مشرک کفار شدند. اینا همه شرک است. السلام علیکم و این رحمت الله و برکاته. شیخ و علیکم برادر ابو السلام حلیمه، و رحمت الله. الله حفظتان کند شما را. به حد امین امین. به خاطر الله دوستان می‌داریم، به حد سخنهای خوب گپ میزنیم. همه شما ورین آدما زیاد شود در همه دنیا. دعا میکنیم که الله زیاد کند موحدان را. دو سوال داشتیم اگر اجازت میشد. بفرمایید. احبک الله الذی احببتنا فیه. البته انشاءالله که ما هر یک برادر میدونیم که با ما گمان خیر دارن، با ما محبت دارن، لیکن انشاءالله ما یک برادر کوچک شما هستیم. الله حفظ کنه. بفرمایید برادر. برادر جان، شیخ همین یک سوال همین بود که همین مثال یک کس همین پدر و مادر از دنیا میگذرد، این مثال یک مال میکشند، یک خدایی میکنند، همین است که همین رو کردند، خدایی میکنند، مثال 40 روزه و 20 روزه و 7 روزه و اینم خیلی میکنند، همین رو رفته خوردن مثلا جایز است؟ مثال پیر باشد یا که جوان مرد باشد یا که یوش جوان زن باشد یا که مثلا همین رو رفته خوردنش یا که همین کردنش همین جایز است؟ گدافشی نمیکنه نه؟ مثال اینا نابود میشود که پدر و مادر، این مثال پدر یک کس مثال نابود شد. فهمیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ اذا مات الانسان و فی روایت اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. هر وقتی که انسان یا که فرزند آدم میمیرد، امام مسلم روایت میکنه، حدیث صحیح است، امام مسلم بود والله، هر وقتی فرزند آدم میمیرد یا اینکه انسان در دیگر روایت عملش قطع میشود الا من ثلاث، مگر سه عملی که در او باقی میماند. الصدقه جاریه، صدقه جاریه که مثلا علم گرفت، بخشش در یک برای مسلمان ها مسجد کرد، برای مسلمان ها کوپروک ساخت، برای یک مسلمان حتی یک لباس گرفت داد، برای یک مسلمان خانه پوشید داد، برای یک مسلمان دیگر مشکل هایی که مسلمان ها دارند
در یک کشوری که مسلمان ها زندگی میکنند، یعنی به مسلمان ها یک حوض برای آب، یک راه کرد داد، در این حالت اینها تا زمان از بین رفتن یا که یک مدرسه کشاد داد برای مسلمان ها، اینها همش صدقه جاریه هست. یا اینکه مثلا امروز برای یک مثال برای یک مسلمان، برای یک برادر دیگرش مثال گیریم، یک پلانشت است، مثال یک کامپیوتر است یا که یک چیزی دیگر میگیرد برای یک برادری برگش میتید. وای طالب علم رفته خونده ایستاده است، در مثال برادرها زیاد هستند در مکه و مدینه و در مصر و دیگر جا. این چیزا مثلا همش صدقه جاریه برای همون است. یا مثلا یک کتابش میخرد میتید، یک کتاب، اینها همش چی هستند؟ صدقه جاریه او صدقه جاریه. دومین چیزی که هست علمی که نفع میرسوند، علمی که همین علم تعلیم میدهی. مثال هر کسی تعلیم میدهد به خاطر الله سبحانه و تعالی، برای رضاگی الله سبحانه و تعالی رو به دست آوردن، نه برای چیز و چاره دنیا رو به دست آوردن. هر کسی نیتش برای چیز و چاره، من تعلم العلم یبتغی به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة یعنی ریحها. هر کسی که علم میگیرد به خاطر یک نصیبه از دنیا، یک نصیبه دنیا رو به دست آوردن، من تعلم العلم مما یبتغی به وجه الله عز وجل. این علم کدام علم است؟ علم دنیوی نیست. مثلا انسان علم دنیوی را بیاموزد برای دنیای خودش پیش بردن، هیچ گپ نیست. اما علمی که شرعی است، علم شریعت رو آموخته، به علم شریعت استفاده کرده، از یعنی که در راه این دعوت، از دعوت استفاده کرده زندگی خود پیش برد. به خاطر چی؟ به خاطر فقط آباد کردن دنیای خودش، نه به خاطر رضاگی الله دعوت کنه. در این حالت این انسان چی است؟ این انسان همون علمی که نیتش برای رضاگی الله نبود، برای فقط کیف و صفای دنیا، برای فقط معیشت، برای فقط پول جمع کنی، برای فقط زندگی خود رواج دادن بود، در این حالت این گونه انسان در روز قیامت لم یجد عرف الجنه، بوی جنت نمییابد. بوی جنت از 500 سالینه رو با مشام انسان میزند. بوی جنت لم یجد عرف الجنه یوم القیامه، روز قیامت، یعنی ریحها، بوی جنت نمییابد. اما اگر علمش به خاطر الله گرفت و با مردم پهن کرد، دعوت کرد مردم رو، در این حالت چی؟ در این حالت رضاگی الله سبحانه و تعالی رو خواست. در این حالت چیکار میکند؟ این علمش صدقه جاریه برای او میشود. خالص باشد که صدقه جاریه میشود، خالص نباشد با حدیث دور و درازی که امام مسلم روایت میکنند که 3 طایفه رو اولین شده الله سبحانه و تعالی به جهنم میبرد. یکمش خود مجاهد میگفت، دومش خود عالم میگفت، سومش خود سخی میگفت. مجاهد میپرسد به خاطر چی جهاد کردی؟ این میگه به خاطر رضاگی تو. میگه کذبت، میگه دروغ گفتی تو به خاطر جهاد کردی که تو رو مردم شجاع بگوین، تو رو مردم مجاهد ماشاءالله به نهایت بهترین بگوین. دوم انسانی که عالم و قاری، تو میگه به خاطر چی علم آموختی؟ علم آموختم به خاطر تعلیم دادن، قرآن خواندم و به مردم خوانوندم و تعلیم دادم، قرآن تعلیم گرفتم به خاطر تعلیم دادن و قرائت کردم. این دروغ گفتی تو. میگه علم گرفتی به خاطر که تو رو عالم بگوین، تو رو شیخ بگوین. علم گرفتی به خاطر تو رو عالم و شیخ
قرآن خواندی تعلیم گرفتی به خاطر که تو رو قاری بگویند. این سخنها رو در شأن تو گفتن هم نکنی اینه به سوی جهنم ببرید. الله میگه دروغ گفتی، ملائکه میگن دروغ گفتی. سومین انسان سخی تمام مال و ملک خدا این سه طایفه انسان ها اساسی انمون یعنی دین الله رو، این سه طایفه انسان ها سه طایفه هستند که دین الله رو پیش میبردگی انسان ها هستند. اساس دینی اصل دینی اسلام رو پیش میبرده انمی سه طایفه است. یکیش به مالش، یکیش به زبانش، یکیش به جانش. انسانی که سخی هست او رو الله سبحانه و تعالی می آورد، میگوید به خاطر چی این مال و ملک خود در راه الله صرف کرد. الله میگوید من جای نموند که تو به اونجا امر نکرده باشی که تمام مال و ملک خود من به اونجا، یعنی که به جایهایی که تو امر کرده بودی. بله میگوید به جایهایی که من امر کرده بودم خیر کردی، لیکن به خاطر که تو رو سخی بگویند، تو رو بگویند که این خیر و دستکشاد، یعنی به همین معنایی که تو رو دستکشاد بوده است، این انسانی خیلی هم سخی بوده است گفته، او رو هم میگن تو دروغ گفتی. ملائکه میگن تو دروغ گفتی، بر رویشون کشوله کرده به سوی جهنم میبرد. الله سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را از این صفت ها خودش نگه دارد که این ریا یک کار بدی هست که انسان عاقبتش به جهنم میبرد. و همچنین انمین چیزهایی که مثلا به خاطر الله اما کرده باشد، عکس این اجرش به نهایت بزرگ است. اجرش به نهایت. علم عالم، اینجا شاهد دلیل ما چی بود؟ که عالم بود، علم گرفت، به دیگرها تعلیم داد، کتابها نوشت و دیگرها رو به انمین علم خودش یعنی فایده رسونید، صدقه جاریه گذاشت رفت از علم خودش. این تا روز قیامت انمون دفترش به نامه یعنی که به من نامه اعمالش تا روزی که از علم این استفاده میکنن صدقه جاریه به اون میرود. سومین طایفه که هست اینها اولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که دعاگو در حق پدر و مادر باشد. امروز مردم فرزند به توحید دعوت نمیکنن، فرزند به توحید تعلیم نمیدهند، فرزند به معنای اصلی اسلام، معنای اصلی توحید، اصل دین رو یعنی که تعلیم نمیدهند. اما میگن که بعد از من رفتن فرزندم با من یک بقه کلان رو بکش، اگر امکانیت پیدا کردی رفته از عربستان یک شتور آورده بکش، با من یک خدایی کلان بکن میگه. لیکن یک مرتبه نمیگوید که ای فرزندم توحید را بیاموز. توحید را چگونه که لقمان و فرزندش میگفت اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. انا این گونه پدرها که پیدا شدن، فرزندها که موحد شدن، در این شب و روز چیکار میکنن؟ میگن که الله به پدر و مادر من رحم کن، پدر و مادر من رو مغفرت بکن، پدر و مادر من رو عفو بکن، که 1000 مرتبه بهتر از دیگر عملهایی که میکند. البته ما گفتنی هستیم که اینها صدقه جاریه، انسان باید فرزند برای این گونه صدقه جاریه تعلیم بدهد. هر نمازی که تعلیمش میدهد، هر علمی که به او میدهد، هر صدقه جاریه که به فرزندش میکند، مثال علم دادن، تعلیم دادن فرزند، به این صدقه جاریه هست. تعلیم قرآن، توحید و او رو عالم کند که او دعوت میکند به هم پدرش میرود. انا اکنون اما آیا یک فرزند میتواند که به پدر خودش مال یا که مثلا این گونه یک گاو بکشد یا گوسفند بکشد، این گونه مقصد میتواند که یگون چیز بکشد و مسلمان هایی که بای و
مسلمان‌هایی که محتاج نیستند به اونها نیرو، به مسلمان‌های محتاج و مسکین و فقرا، مساکین و فقرا چیکار کند؟ به اونها گوید که یعنی انمین همون چیزی که مقصد گوسفند میکشد، گاو میکشد، در حق چی است؟ در حق پدرم است، یعنی از نام پدرم است. گفته اگر کند البته او ثوابش به پدرش میرود، ثوابش به پدرش میرود. اما مثلا در مسئله بخشیدن قرآن، این مسئله اختلافی است. قرآن بخشیده نمی شود، اما ما نسل بعدی رو به این تعلیم میدهیم و به این نصیحت میکنیم که فرزندهای خدا امروز به توحید، فرزندهای خدا امروز به دین، به شریعت، به اصل دین و معرفت الله و معرفت النبی و معرفت دین الاسلام بالادله، به این چیز تعلیم دهید که فردا شما ناگفته او خودش میداند که در حق شما چیکار کند. البته فرزند که تعلیم دادی، شریعت که آموختی، فرزند خودش میداند که در حق پدرش چیکار کند. بله رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به خاطر به یاد آوردن همسرشون خدیجه رضی الله عنها به بعض دوگانه هایشون بعضی مثلا طعام ها و دیگر چیزها را برده میدادند تا اینکه به یاد بیاورد. مثلا میتوانید به یار و دوستای پدرتون یگان چیزی برده تید تا اینکه مقصد پدر شما را به یاد آورده دعا کنند در حقش، دعا کنند در حقش. یار و دوستای نزدیک پدرتون، یا که مثلا زنهایی که مقصد گویم که نزدیک های مادرتون بودن، با اونها یگان چیزی مثلا انسان برده میتواند تید که تا اینکه طبق سنت اونها هم به خاطر بیاورند تا اینکه در حقش دعا بکنند، در حق مثلا گذشته همون چی، گذشته اون خواهرشون. اما در مسئله اگر رفت و یک گوسفند است، گاو است، انشاءالله اگر کشتید و دادید البته هیچ کار نمیکنه، لیکن فقط شرط همین است که برادرم به مساکین و فقرای مسلمان ها باشد، نه اینکه به هر یک. امروز بعضی ها رو میبینیم به خاطر شرم مردم آمیخته در اونجا کفار و مشرکین هم است، دشمنان الله هم است، رئیس شکمغوص کفار و طواغیتیش هم هست، همش هست. به اونها دادن یگان خیلی ثواب نیست، برعکس گناه هست. برعکس یعنی نصرت دادن باز کفار و مشرکین، حتی انسان با رفته خودش هم کفار و مشرکین شدنش ممکن است در اونجا. زیرا اگر کافر و مشرکین آورده شما نصرت داده است، خودتون هم کافر میشوید. امروز دیده ایستادیم ما. برای همون یعنی ما یک به طرز کمتر تفصیل تر بیان کردیم که تو اینکه برای شما فهم شد. بارک الله فیک. الله حفظتون کند شیخ. آمین. شنیدیم. آمین. значит خوردنش هم جایز نیست. رفته مثال یگانجا اگر تکلیف کنن رفته خوردن. لیکن بخشش برادر عزیزم، من مثال ما یک جانب بیان کردیم و جانب مسئله این مقصد مثال 3 7 20 40 گفتی یک برادر که سبحان یک برادر داشتیم، یک میبینیم یک خوشرو میگفت سرکوفکا و گدفشین و مردخرو هم خیلی گفته یک شوخی نیبو همین خیلی میگفت. و علیکم السلام و رحمت الله. یک دقیقه برادر، برای همون نه این چیزا همش بدعت است برادر. نبود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای وفات یعنی یک اویله که وفات کردگی است با صحابه ها گفتن که با آل جعفر یعنی طعام ببرید، زیرا اونها رو علمون غمشون مشغول کرد.
همون غمی که مقصد به آل جعفر تعام ببرید که یعنی به همون غم و اندوهی که داشتن خیلی مشغول شدن و همین خاطر خانه انسانی که در اونجا اون کس وفات کردگی هست در اون خانه این تعام کرده نمی شود. اون کس بهترش بیارد تعام بدهد خوبتر و بهتر است. یعنی به این معنی که همون تعام هایی که چی است، مثال برای مردم امروز یک باره مرده رو برده گور میکنن در دیگ گوسپنده یا که بوزه یا که یک گوه آهسته میغلطانند و میپرتند. دیگر مردم میبینی که دیگر در اینجا آمدن شکمچرانی کرده ایستادن و این خاطر این چیزا جایز نیست، این چیزا بدعت است، در شریعت نیست. خیلی سه یعنی 3 روز مثلا چی میکند، عزاگی میکند در اونجا. اگر زن باشد برای شوهرش 4 ماه و 10 روز است، 4 ماه و 10 روز عزاگی میشیند، بعدا میتواند مثلا شوهر کند بالاخره. اما عزاگی داشتن 3 روز است، عزاگی داشتن 3 روز. همون به یگان کس مثلا به تعزیه می آید تمام، دیگر بعد از او دیگر یگان خیل مقصد 7 و 20 و 30 و این چیزا نیست برادر. الله سبحانه و تعالی اسلام. تشکر زیاد شیخ عزیز. الله شما را حفظ کند. به حد خرسندم از سوالهای شما. آمین اجمعین. آمین اجمعین. سلامت باشید. از جوابای ما گید سوال گید از مردم سوال دو دیست شما بخشش شیخ. از جوابهای ما شد. سلام باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از برای الله دوست می‌دارم شیخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله سبحانه و شیخ تعالی وابسته شما به را هم همین دکتر خاطرش دوست می‌داره. بله بفرمایید. وابسته به همین سوال یا سوال با چی اومد، همین که سر قبرستان توزیع میکنن علفاش بالای هم قبره، همه شما فهمتون درسته یا درسته میشه علیه شیخ؟ قبرستان علفهاش توزه کردن اگر مثال رفت و یگان روز معین نکنن باید در همین روز کرده شود، یکمین شرط. دومین شرط مثال همون چیزه همچون یک شرعی مثال ندونن. سومین شرط همین که باید با بالای انمون انسانی که مسلمانی که در قبر هست با بالای انمون راه نگردن که والله اعلم ممکن ندارد اگر توزه کردن، لیکن در این باره والله اعلم. شیخ الله استون کند مثال ما همین پدر ما وفات کرده خیلی کافر مرده گرده پدرمون، او که ما سختگیری نمیکنم در همین باره و همین مثال اکوام که هستن همین کار رو عمل میکنن ما میفهمونشون که خیلی چی خیلی خوش فهم برای هم میگم ما اون که سختگیری میکنم مدت رو که این درست وای میکنم. این چیزا مثلا چیزا کن یگان چیز هم نیست مثلا که یک انسان کند باید کند یا که باید نکند. برای همون در این باره مثلا انسانی که کافر است ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحیم. انسان‌هایی که اونها از مشرکین بودنشون معلوم شد، از اهل جهنم بودنشون معلوم شد، دیگر برای شما نه استغفار نه دیگر چیزهایی که مثلا هست در حق اونها نمیکنه. این رفته قبر توزه کردن و دیگر در همین آدم مسلمان هم والله اعلم مقصد قدر چیزی ضروری هم نیست. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. وابسته به همین سوال برادران منم حاضر در آمدم یک سوال هست.
در تاجیکستان یک عمل خیلی معروف و مشهور است که در شب دوشنبه و جمعه ها به پدر و مادر و گذشتگان قرائت کرده میبخشند. همین رو بیان میکردید. درست است یا نادرست است یا بدعت است؟ والله اعلم. بدعت است. بدعت این ها پیدا کرده است. فهم جزاک الله خیرا. انشالله حاضر در این باره من یک عالمی که در این باره صحبت میکرد، من حاضر 1 دقیقه که درباره قرائت کردن، یعنی قرائت کرده بخشیدن ناجایز بودنش خیلی هم زیبا بیان میکنن. حاضر انشالله 5 دقیقه انشالله با من وقت دید. شیخ ابو عبدالرحمن حفظک الله همینجا هستید برادرم؟ یگان تماشایق نیست اومدن شیخ بزنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صبر که برادر از شیخ نیستن. خلاص يا أخي جون إن شاء الله. الحمدلله. امید برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي جون خلاص إن شاء الله. خوبه. الحمدلله خوبم. شما هم خوب هستین؟ تو خوب است؟ إن شاء الله رأي. یگان سوال داشته باشه تا شیخ اومدن بفرمایید. بله أخي جون. همین یارو سیگار یک درسای یک گوش کردم، نه درسای فقه را در باره طهارت و وقتی که انسان حاجت خانه میرود که و وقتی که بعد حاجت خانه خوش کردم کمی پیشاب میموند در آدمایی که اساس خنکی دارن یا که یگان وای دارن کسلی دارن. آیا همین در گروه همو وسواس و نقد کردن همین در شنیدم؟ آیا همین خیلی انسان در همین گروه داخل بود؟ نه گروه وسواس به داخل نمیشه. بیماری است. انسان هایی که چنین چی دارن باید کمی مقصد بیشتر چکنن تا اینکه خارج شود. اگر مثلا درون نماز خارج شود نشکند طهارتشون. اما وقتی کمتر بیستن انشاءالله تا اینکه خارج شود. بارک الله. مثلا اخی جان الله شما راضی باشد، من وقتی که مثال گپ پیشاب میکنم با یک نماز وای بریدگی هم جل بریدگی هم جل مونده با اپی کارم میشه. وقتی که میدونم که خوشو اومده و طهارت کردن نماز میخونم ان شاء الله. بله اگر اون بیماری شما خیلی باشد باید مثلا که مثلا هم لباس کنم یعنی پاک شود و هم طهارت هم صحیح شود. بله اخی جان، چون که برای خاطر ما مثلا او وسواس دیگر چیز است برادرم. وسواس دیگر چیز است. وسواس یک چیزی است که نیست. چیزی که نیست شما رو فقط شبهه با انداخته نیست برادر. اما چیزی که بیمار هستید در حقیقت میدونید بیماریت این وسواس نیست. الله اسمو رو باشد جان. بارک الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمدلله خوب. شما خوبی؟ سلامت خوب. جزاک الله خیر. الحمدلله أخي جان یک سوال بود. بفرمایید برادرم اگر دانستیم ان شاء الله جواب میدم. این رفع یدین میکنیم که أخي به من رفع یدین کرده حسابی با
رکوع بمیریم بعد رکوع خسته با دست میبرداریم با دست بستنده کار می یا هم تو دست پرتاییدن و همی او میگن که حدیث هست برای همین عقیده. قول صحیح درست میگن که دست رو بستن. جزاک الله در این خیرا. مسئله همین بعد اختلاف هست میگن، اما که قول صحیح درست این است بستن است میگن. نه ازش بستن بهتر گویده. بله بارک الله. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا اخی. السلام علیکم. بفرمایید برادر. الو. بله اخی گوش دارم. شاید الو. بفرمایید برادرم. گوش دارم. برادر جان گوش دارم. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى حفظ وكنات شيخ أبو عبد الرحمن حفظك الله. ویاک و فیک بارک الله. شیخ عزیز شما بیرون برمودید کم صحبت جای شما رو گرفت. بهترین کردید. صحبت کنید شیخ. الله سبحانه و تعالی استون بکند. این یا ماشین ها غم دو دستن. او کمی غم دو دوستا صحبت شیخ بارک الله. تمام انشالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. شغل داری خوب است؟ سلامتون است؟ أحبك الله والذي أحببتنا فيه. سوال نتير نكي. إيه سوال عمد بشخي. إيه أكوي صابري أكوي صابري. الله يسلمك. سوال های این مردک به هم تو جواب داده نشود. أخي واکه من وقتی که شما که دیگه هم بسیار فکر میکنم که این سوالای من اصلا سوالای قین باشه که نمیدونم. شما بسیار چیزا فکر میکرد لیکن سوالاتون سوال قیم میدید. بعضی وقت واکه از ترس دیگه سوالو نمیبرم، سوالو خیلی میمونم. بو نگوید که اکا گلی داد کرده با چی دوری گفته. نه گلی به من پیشی تبدیل نمیشه. الله يسترنا. خیلی سلامتی خوب است. چو کردی خیلی گلی هو عمل کمتر گلی بالغام شده سلفه مصاص همین خیلی آواز کمتر چی شده. الله خیر شفات یا چیزی همین شاید هم گلی آمین آمین شفاك الله سبحانه وتعالى صلى الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك. آمین آمین. لا بأس طهورا إن شاء الله. إن شاء الله. بعدا همون سوال دادم به همون گلیتون هم بینید گلیتون هم روزی نیست دارن سوال دادن دیدید. الله مستعان. معلش بفرمایید. الله يستر. الله حفظ کند. اخی بعض انسان های هست که میگم که من جای شما نمیدونم جای مونده از عقل بگونه یا که کمتر
چی شعور نوکش رنگ کودکو برین. همه خیلی انسان ها آیا نکاح میکند؟ اگر نکاح کند و طلاق چی بدهش نمیفهمد. مثال گوی مثال اگر یکی گفته ماند و همین طلاق میافتد. همین به چی میکنه ویا؟ مقصد انسان هایی که واقعا اگر همین خیلی باشد، مثال حدیثی که مثلا انسان های اصلی گوی بخود گوی بخود حاضر لا طلاق ولا عتاق فی الاغلاق میگوید. همین اغلاق چی است؟ اغلاق ابن القیم جوزی رحمه الله میگویند که طلاق در حالت طلاق جواب دادن در حالت اغلاق، یعنی اغلاق قلف شدن عقل، یعنی قلف شدن عقل، همون عقل که قلف شد یعنی نمیفهمد چی گفته ایستاده است، نمیداند که مقصد چی گفته ایستاده است، یعنی عقل او در یک دایره هست که از او بیرونش نفهمیده ایستاده است. برای همون ابن القیم جوزی میگوید که این حالت یعنی نادر است، یعنی نادر کم است. این حالت بعضی ها میگن که ای غضبم اومد جوابش دادم، میگه این خیلی انسان ها با کم میشد، غضبناک انسان ها با. البته این خیلی انسان هایی که شما گفتید اینها اگر واقعا مثلا هم خیلی عقلش اگر از دست یاد، البته در این حالت طلاق نمیشود. واقعا هم خیلی باشد از نظر حکم، بله هم خیلی از نظر واقعیت البته باید فهمیده شود که واقعا همین خیلی هست. اگر فریب کند خیلی برای خودش چی است، ما ظاهرش نظر کرده و ظاهرش یعنی حکم میگذاره. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سخن ابن قیم جوزی حجت میشود در دی؟ لبه؟ سخن ابن قیم جوزی از گفته برای طلاق دادن همه حجت میشود؟ کی ما سخن ابن قیم گفته؟ حاضر گفتیم کو؟ چی گفتن؟ درباره طلاق دادن همین سوال کرد. پیش از سخن ابن القیم من چی خوندم؟ همه را حجت کرده که ابن قیم جوزی درباره ناعاقلان طلاق نداشته دست میگیره. نه من پیش از سخن ابن القیم چی خوندم آخر؟ همیشه من فهمیدم که ابن قیم جوزی حجت آورده. او برادر جان همه اوسنا بالان که خوش من دیتا نوشت که گوشم به تمام مسد داخل کنم پرگی اوش مور نشدست مخصوص باشه. پیش از سخن ابن القیم رحمه الله من چی خوندم در اینجا؟ کی فهمید؟ یک نفر باید بگید که من پیش از امی چی خوندم؟ یا من یک بار گشتم و گفتم که ابن القیم جوزی میگوید گفته. یگان نفر من گوش کرده ایستاده است یا که من خودم به خودم گوز ایستاده باشم. بله اخی جان، سلام علیکم و رحمت الله. شما یک قول خوندید لا طلاق، دوامش در خوتین نیست. لا طلاق ولا عتاق في اغلاق بود. في غلاق بیو که بله. والله لم در این حدیث است برادر، حدیث است، حدیثی از صحاح و سته چند نفر روایت میکردن. ابو داود روایتش میکند، کی ابن ماجه روایت میکند، احمد روایت میکند، البانی صحیحش میگه.
اول من حدیث خوندم از عایشه مادرمون روایت شده است. اول حدیث خوندم، بعدا سخن ابن القیم آوردم. برای همون برادرای عزیزم، یک سخن پیش از در حق ما گفتن و پیش از یک سخن ما وقتی حجت کرده ایستادیم، پیش از نوفهمیده یک سخن ما رو با ما نسبت داده تهمت کردن که مقصد اویو ابن القیم اینجا کلمه غلاق که مقصد قلف است، همین را شرح داده ایستادن. شرح ابن القیم جوزی. برای همون سخن نوفهمیده حرکت کنید، سخن نکنید. ما هم یک سخن پیش از گفتن فکر میکنیم که پگاه با روز قیامت درد سر خودمون نشود. در مسئله قبرستون که ما گفتیم مثلا قبرستون مثلا توزیع کردن و دیگر که رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ابن مزعون بود والله اعلم، قبرش گفتن یگون چیز مونه که قبرش چی باشد معلوم باشد، قبر مسلمان باشد، بله در بالاش یگون سنگ موندن و گرد و اطرافش مثلا هم خیلی به مثل یک جنگل و به مثل یک چی نباشد که مقصدم قبر مثال شناخته شود. به همین دلیل مثال ما چی گفتیم که یعنی توزیع کردن انشالله که هیچ باکی ندارد، لیکن همین رو شرط کرده و واجب کرده و خیلی چینه. بیاید اکنون درباره همین قرآن آیا مثلا به مرده ها خونده می شود یا نه؟ آیا قرآن برای کی است؟ برای زنده ها است یا که برای مرده ها؟ در همین بابت کمی صحبت میکنیم. القرآن للاحیاء لا للاموات. قرآن برای زنده ها هست، نه برای مرده ها. قال الله سبحانه و تعالی كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة الصاد. در سوره صاد الله سبحانه و تعالی می فرماید که این کتاب هست که بر تو نازل کردیم. انزلناه الیک، بر تو نازل کردیم، کتاب نازل کردیم. مبارکون، مبارک است. لیدبروا، تا آیت های آن را چکار کنند؟ تدبر کنند. و این ولیتذکر اولو الالباب، برای خیرتمندان، برای انسان های عاقلان یعنی عقل دارها چی است؟ یک خاطر رسان کننده هست، یادآور کننده هست. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. لقد تسابق الصحابة للعمل بأمور القرآن وتركوا نواحیه. یعنی که در سابق و تحقیق که در سابق صحابگان چکار میکردن؟ در عمل به اوامر قرآن و ترک که نواحی، یعنی که نهی کرده هایی که قرآن یعنی نهیش کرده است، اون رو از چی؟ از یکدیگر برای سبقت کردن و برای گذشتن حرکت میکردن. یعنی برای عمل کردن به قرآن از یکدیگر برای سبقت کردن، یعنی از یکدیگر گذشتن و سبقت کردن به این چیکار میکردن؟ حرکت میکردن. و همچنین فاصبحوا سعادة الدنيا والآخرة وحين ترك المسلمون تعاليم القرآن واتخاذ للموتى يقرؤونه على القبور وأيام التعزية أصابهم للذلة والتفرق وحق عليهم قوله تعالى
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة الفرقان. البته که هنگامی که صحابگان چنگ زدن به قرآن، صحابگان با همدیگر پیشرفت برای به الله سبحانه و تعالی نزدیک شدن به قرآن چنگ زدند و با همدیگر چیکار کردند؟ با همدیگر مسابقه کردند. مسابقه کردن برادرای عزیزم در قرآن، شما حرکت کنید که یک نفر بسیارتر قرآن رو تعلیم گرفته و به دیگرها تعلیم دادن و از دیگرها علم خود زیاد کردن و عمل کردن به قرآن حرکت کنید، سبقت کنید از دیگرها. صحابگان همین گونه بودن، با همدیگر سبقت میکردن. امروز اکثر مردم میبینی در دنیا و در مال و ملک و در دیگر چیزها برای سبقت کردن حرکت میکنند، لیکن صحابگان در عمل کردن به قرآن و سنت از همدیگر کوشش میکردند که ذهب اهل الدثور والعجور، کسانی بودند که مثلا انسان‌های چی بودند؟ انسان‌های کمبغل بودند. آمدند به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ گفتند که یا رسول الله، بسیاری از مردم‌های بای هستند که ما از اونها باید چیکار کنیم؟ سبقت کنیم در نزد الله، اما ما نمیتوانیم. گفتند ما باید چیکار کنیم؟ بعدا سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، همین ذکرها را رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیمشون میدهند. بالاخره در اینجا شاهد دلیل چی است که برای سبقت کردن صحابگان چقدر کوشش میکردن، حرکت میکردن که یک عمل خیر، یک عمل بزرگ بسیارتر چیکار کنن؟ بسیارتر از یک نفر دیگر سبقت کرده، یعنی که به الله نزدیکتر شوند، زیادتر، یعنی به قرآن عمل کرده و به الله سبحانه و تعالی نزدیک شده بسیارتر ثواب رو کار کرده و این سعادت دنیا و آخرتشون شد. در حقیقت رضی الله عنهم و رضوا عنه، از اونها الله سبحانه و تعالی راضی شد، اونها هم از الله راضی شدند. و هنگامی که مسلمانان تعلیم قرآن رو به منهج سلف، تعلیم قرآن رو ترک کردند و قرآن رو برای مردگان گرفتند، در بالای همون قبرها چیکار کردن؟ خوندن، یا که در همون روزهای تعزیه ذلت و تفریقه، فرقه و تفریقه به میان اومد. و امروز هم ما دیده ایستادیم، به یک نفر میگوی که این کار بدعت است، میگه تو سلفی هستی. به یک نفر میگوی که آخر این بدعت است، میگه تو وهابی هستی. آیا همین چیز نیست مگر؟ بله. به خاطر چی؟ به خاطر که اونها رو یهود نصارا فریب دادن، اونها رو به نام حنفی گفته حکومت طاغوتی فریب داد و به کفر و شرک برد و اونها رو به همین منهج باطل، منهج بدعی، بالاخره به مذهب طاغوتی اونها داخل شدن. یعنی حنفی باید، مذهب ابو حنیفه باید اطاعت چی را کند؟ اطاعت، اعوذ بالله، یک حکومت کفری را کند. باید یک اطاعت چی را کند؟ اطاعت کنستیتوسی دموکراتی را کند. حتی در بعضی کتاب‌هایشون این طاغوتین نوشتگی هستند که دین باید در چارچوبه قانون باید تعلیم گرفته شود. اعوذ بالله. یعنی الله این دین تو باید در چارچوبه قانون ما باید تعلیم گرفته شود. گفتگی معنا رو میتدیم. اعوذ بالله. برای همون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و گفتند که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ای پروردگارم، یا ربی، این قومی، بدرستی که این قوم من قرآن رو
محجور قرار دادند، از قرآن هجرت کردند، قرآن را ترک کردند، قرآن را حجر کردند. اعوذ بالله، قرآن را ترک کردند. لقد انزل الله القرآن للأحياء ليعملوا به في حياتهم فالقرآن ليس للموتى وقد انقطع عملهم فلم يستطيعوا قراءته والعمل به. الله سبحانه و تعالی قرآن را برای زندگان نازل کرده است تا به اون چکار بکنند؟ عمل کنند. پس قرآن برای مردگان نیست. مردگان که آنان در وقت عمل نیستند و عملشون قطع شده است و نمیتوانند قرآن را چکار بکنند؟ قرائت کنند، بخونند و به اون عمل کنند و ثواب قرائت آن را به چی؟ به مردگان نمیرسد مگر ثواب قرائت پسر با مادر و با همون پدری که مثلا چی کرد؟ او رو تعلیم دادن به همین قرآن. زیرا که اون از سعی و کوششی کی هست؟ خود اینها است. ولا یصل ثواب قراءته لهم الا من الولد لانه من سعی ابیه. زیرا که او از همون سعی و کوشش پدرش است، با او تعلیم داد، او رو تربیه کرد، قرآن رو آموزانید به او. قال صلی الله علیه و سلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. چگونه که ما حاضر این حدیث برای شما فهموندیم که سه طایفه هست که اینها کتاب اینها پوشیده نمی شود بعد از وفاتشون هم. یکمینش کسانی هست که صدقه جاریه میکند. دومش کسی هست که علمی منفعتناک علمی دارد که علمش چی به مردم نفع میرسوند، یعنی منفعت میدهد. یا که فرزندی صالح که به او دعاگو است. یک فرزندی صالح تربیه میکنند که او فرزند صالح چی است؟ برای او دعاگو هست. وذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سورة النجم. در سوره نجم چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید که وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، و برای انسان نیست مگرم اون چیزی که او با اون چیکار کرده است؟ سعی کرده است. یعنی انسان سعی کند، کوشش کند، صدقه جاریه در رقبش گذارد، از اون صدقه جاریهش برای او می رود و اما کسی قرائت کرده به او بخشد نمی رود. فقال ای کما لا یحمل علیه وزر غیره كذلك لا يحصل من الاجر الا ما كسب هو لنفسه. یعنی که چگونه که میگن، چگونه که یک انسان همون طوره که برای انسان گناه دیگر حمل نمی شود، یعنی گناه دیگر ها برای او گذاشته نمی شود، همین گناه چی؟ همین گناه برای او حاصل ثواب هم نمی شود. لا يحصل من الاجر الا ما، یگان اجر برای او حاصل نمی شود مگرم از کسب نفس خودش یگان صدقه جاریه گذاشت رفت می شود، اما کسی دیگر به او چیکار کرد؟ بخشید. اگر
قرآن تلاوت کرده بخشید و او نمیره. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الإمام الشافعي رحمه الله أن القراءة لا يصل. امام شافعی از این آیه چیکار کردن؟ یعنی استنباط کرده، گفتند که یعنی هدیه ثواب قرائت قرآن به مردگان نمی رسد. قراءة لا يصل إهدى ثوابها للموتى لأنه ليس من عملهم وليس من كسبهم، زیرا که این از عمل اونها نیست، از کسب اونها نیست. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلی الله علیه وسلم امته، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم امت را به انجام این کار دعوت نکردند و بر آن تشویق نکرده است رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولا إماء ولا إرشادهم إلا إليه بنص ولا إماء، نه به ایما و اشاره نه به ارشادی که به نص باشد. ولم ينقل ذلك عن احد الصحابه، و از یگان نفر از صحابگان این نقل کرده نشده است. یگان صحابه این را نقل نکرد. ولو كان خيرا اسبقونا الیه، اگر همین کار خیر میشد صحابه از ما چی میکرد؟ سبقت میکردن. چگونه که ما درباره سبقت صحابه، چگونه صحابه در یک عمل کردن مقصد حریص بودن و چگونه پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردن. و باب اسبقون الیه و باب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. يعني فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. یعنی که در اینجا نقل نشده است از یگان صحابه، و اگر این کار، همین کار اگر یک کار خیر می بود، یک کار خوب می بود، صحابگان چیکار میکردن؟ از ما پیش دستی میکردن. اونها در این عمل سبقت میکردن. و اما در باب قرائت باید به نص شارع یعنی اکتفا کرد. یعنی زمانی که اگر و باب القرائت یقتصر فیه علی النصوص، یعنی در باب قرائت باید به شارع قرآن و سنت ما را به همین چیز امر نکرد، ما تمام دیگر کفتکوب نمیکنیم. این مردم میکند نمیکند، این مردم دلیل به مردم، یعنی مردم همین دانید که مردم شریعت نیستند. شریعت این قرآن و سنت فهم سلف است. قرآن و سنت فهم سلف این شریعت است، نه اینکه مردم شریعت است. ما مردم بر بالای قرآن و سنت یعنی حاکم قرار نمیدهیم، یعنی اونها رو حاکم قرار داده قرآن محکوم نمیکنیم. برعکس قرآن و سنت بر بالای مردم حاکم قرار داده مردم رو محکوم میکنیم که مردم در بدعت هستند، در خرافات هستند. و در تصرفی که مثلا یا که مثلا قیاس در این چیز مثلا یگان قیاس و یگان چیز مقصد وارد نشد. اما دعا و صدقه اتفاق بر رسیدن آنها هست. دعا و صدقه یعنی دعا و صدقه چی؟ اتفاق
بر رسیدن آنها هست و شارع نص بر آن دارد، یعنی دعا کردن، صدقه کردن از بالای اونها که ما مقصد بیان کردیم. اما در مسئله قرائت هم بعضی دلیل ها رو میگیرند، یعنی بنیاد از دور می آیند که مثلا قرائت کردن باکی ندارد، لیکن قول راجح و صحیح همین است که قرائت کرده نمی شود. قرائت یعنی به مردگان و در اینجا خیلی هم لقد راجت فكرت قراءة القرآن للموتى حتى أصبحت قراءته علامة على الموت. خلاصه بعد در اینجا درباره مثال قرائت قرآن همین خیلی شدگی است که برای بسیاری مردم یک علامت مرگ شدگی است. فهمیده ایستید؟ تو در یک خانه اگر گذارید، اگر یک 3-4 کس در یک خانه قرائت کرده ایستاده باشند، در یک خانه مردم فکر میکند که در این خانه مرده هست، این در این خانه یک تعزیه هست میگه. یعنی قرآن به درجه اشتگی است که در خانه یک کس خونده شود به مثلی که این فقط برای مردگان است. یعنی مردم تصوراتش همین خیلی شدگی است. برای همون قرآن برای زنده ها است و مثلا در بالای بعضی مثال ها رو آوردگی هستند که در بالای قبر یک کس رفته، مثلا با او برای میت که مثلا برای او اگر رفته مثال در باره یگان آیتی که الله امر میکند و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاه و نماز رو برپا بدار و زکات رو عطا بکن، همین آیت در بالاش خوندی، آیا همین انسان مرده همین عمل کرده میتونه؟ نمیتونه. برای چی؟ برای که او یعنی وفات کردگی است، او نمیتواند یگان عملی رو انجام بده. برای همون انسان باید چیکار کند؟ انسان باید قرآن رو فقط قرآن برای خوندن، تدبر کردن، عمل کردن است. قرآن برای انسان‌های زنده نازل شده است. باید قرآن رو چیکار کنند؟ قرآن رو خوانند، انسان‌های زنده عمل کنند به او و به دیگرها این رو یعنی که تشویق و ترغیب کنند. بارک الله فیک. باقی انشاءالله برادران و خواهران اهل توحید، الله سبحانه و تعالی همگیتون حفظ کند. خیلی صحبت کردیم. انشاءالله فکر میکنم که در امروزش کافی هستیم. اگر انشاءالله وقتمون شد امروز، اگر نشد فردا روزانه انشاءالله به سحر ما همون موضوعی که برای حفظ است انشاءالله با فکری برادرها را میگیریم که یعنی فکری برادرها هم میگیریم که کنی مقصد خواهند در همین گروه خواهند در مثال کامنتاری است یا که اون گروه باشد که مثال همیشگی باشد. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام کنند بهترین بیان کردید.